غمگینن با روناکی لوی حتا شاول یک نانی. سلام و درودی دوباره خدمت همه شما عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، شاد و سلامت باشید. این بار با اپیزود جدید از آسوی روناکی در خدمتتون هستیم. اسمش طبیعتاً کردیه به خاطر اینکه یه پادکست کردیه و اولین اپیزود به زبان فارسی رو داریم رکورد میکنیم با یکی از دوستان عزیزم. قبلا همکار بودیم، با هم آشنا شدیم، از همکاری به دوستی صمیمی تبدیل شد و افتخار اینو دادن که واسه اولین اپیزود در خدمتشون باشیم. تجربیات خیلی خوبی دارن که میتونیم ازشون یاد بگیریم. همونطور که گفتیم به خاطر اینکه اولین اپیزود فارسی هست اینم بگم آسوی روناکی، آسو به معنی افق، روناکی هم به معنی روشنیه، یعنی یه امید و یه دیدی داریم به آینده که با بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی بتونیم به این روشنایی بیشتر کمک کنیم به جامعهمون و هدفمون هم توی این پادکست همینه. افرادی که تجربیات و داستانهای خیلی خوبی دارن دعوت میکنیم، ازشون یاد میگیریم و با یاد گرفتن به رشد جمعی کمک میکنیم. این هدفمونه. مهمون این اپیزود اولمون مصطفی درخشان، تیم لیدر و سنیور سافتور انجینیر توی کمپانی میلچیمپ هستش و سالها تجربه کار توی حوزه برنامه‌نویسی رو داشتن. حالا بریم در خدمتشون باشیم و سوالاتمون رو ازشون بپرسیم. آقا خوش اومدی، مرسی که افتخار دادی. قربونت، مرسی که معرفی خیلی مفصلی انجام دادی. فقط من یادم رفت قبلش ازت بپرسم حداقل یکی دو تا کلمه کردی به ما بگی، من سلام کردی بتونم بدم. من یه دونه بلدم از خدمت، اونم حالکه خاصکه، نمیدونم اصلا درست غلط خوبه بده نمیدونم، ولی آره تا درسته. آره البته سلام کردی فکر نکنم زیاد سخت باشه، خیلی راحت میشه سلاو. یعنی آروم؟ سلاو نه، اسلو نه، سلاو. خیلی خوب، سخته ولی من میگم اسلام. اسلام everyone. در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم. اولا مرسی که اینقدر مفصل و خوب معرفی کردی. میکائیل که به کامل توضیح داد دیگه چی بوده و چه جوری بوده. خیلی ممنون که دعوت کردین. خیلی خوشحالم که با هموطنای کرد زبانم دارم صحبت میکنم. اگر صدای منو میشنون، من دوستای کرد خیلی خوبی داشتم همه جای دنیا. یکیش نمونهش همین میکائیل عزیز و اینجا هم که تو کانادا دارم زندگی میکنم همینطور دوستای خیلی خوبی دارم. خب کسی نیست تو ایران که فکر نکنم ندونه چه شجاعتایی شما نشون دادین و چه مردمان دلیری هستین و واقعا هم همیشه من یاد میگیرم ازتون، لذت میبرم. اینجا هم دو سه تا دوست کرد خیلی خوب داریم که واقعا هر موقع که با اینا میشینی حرف میزنی تجربیاتشون بی‌نظیره. یعنی اون سختی که شما تو ایران کشیدین، اون سختی که تو اون جغرافیا کشیدین، هیچ جوری غیر قابل تو چشم پوشیه. میدونی اصلا نمیشه بهش فکر نکرد، نمیشه در موردش حرف نزد و دمتون گرم که ما رو امروز اینجا داریم. قربونت، سلامت باشی. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. مصطفی جان، میشه یه معرفی کلی از خودت داشته باشی در رابطه با بحث تخصص کاری و اینکه الان کجا هستی؟ و البته من گفتم کانادا توی کمپانی میلچیمپ کار میکنی، ولی اگر یه معرفی کلی از خودت داشته باشی در رابطه با کار و تخصصت خیلی خوب میشه. آره دیگه، من الان کانادا زندگی میکنم، ونکوور. یه 4-5 سالی هست که موو کردم کانادا. اولا مونتریال شروع کردیم. تجربه اولم تو کانادا توی شرکت مانستر بود که یه دونه سایت کاریابیه، monster.com، یه سایت بین‌المللی کاریابی. بعد رفتم توی شرکت کوچکتر کانادایی توی زمینه هیرینگ اید کلینیکا کار میکردن، کلینیکایی که کمک میکنن واسه شنوایی مثل سمک و اینا میفروختن. اونم با کمپانی‌های بزرگی مثل کاسکو کار میکرد. بعدش هم یه سال و نیم، تقریبا 2 سالیه که کمتر از 2 ساله که جوین شدم میلچیمپ. یه پلتفرم ایمیل مارکتینگ. پارسال هم به شرکت اینتویت خریدش، یکی از بزرگترین شرکت‌های مالی دنیاست که نرم افزار کویک بوکس و مینت و اینا رو داره. میلچیمپ هم 1-2 سال پیش خرید قبل از جوین شدن من به میلچیمپ. و اینجا الان در حال حاضر سافتور انجینیرم.
اجرایی تک لیدر اگر بشه بهش گفت، چون آفیشالی ما یه همچین چیزی نداریم، یعنی یه همچین رولی توی کامپنی نداریم، یه چیزی این وسط نیست. سافتور انجینیره، بعد استافه به صورت مثلا رسمی، چیزی نداره این وسط، ولی حالا اون رولش دست ماست. این که دیگه چی پرسیدی؟ آها، چی کار میکنم؟ پی اچ بی و جاوا اسکریپت فول استک تقریبا، گرچه اعتقادی به این ترم فول استک ندارم چون اصلا معنی نمیده. کجاشو میخوای یاد بگیری که بگی فول استک؟ انقدر بزرگه که ته نداره، قشنگ این دریاست. ولی خب از اون آدمایی هم که بندازی تو دریا شنا میکنم، خفه نمیشم. اینجوری آره، نیستش که آره مهارت وارد شدن به پروژه یادگیری رو داری در واقع آره، میشه. هم مهارتش و همین که در واقع به همون پرابلم سالوینگ دیگه، تو بدونی چه پرابلمی رو میخوای حل بکنی، بقیهش دیگه حل دیگه، بقیهش دیگه تکنولوژی سرچ. من خیلی و الان اتفاقا جدیدن روی پروژه کار میکنم با ویو جی اس، اصلا تجربهش هم نداشتم. الانم بگی ویو بلدی یا نه، میگم نه بلد نیستم، ولی دارم رو پروژه کار میکنم. یعنی خیلی چیزا رو نمیدونم، خیلی مسائل رو نمیدونم، ولی خفم نمیشم، زیر بارم نمیمونم که از بین برم. اگر بخوام مثلا وصلش کنم به همون دریا، قهرمان المپیک شنای اون دریا نیستم، ولی از اون آدمام که رو آب میمونم. و برای من فول استک یه جورایی تو بیشتر مواقع این معنی رو میده. چون اگه بخوای مثلا برگردی بگی من فول استکم، یعنی که من هندل کردن سرور رو بلدم، AWS رو میدونم، کوبرناتیز رو میدونم، نمیدونم بک اند رو میدونم، دی بی رو میدونم، عرض کنم که فرانت اند رو میدونم و همه اینا رو میدونم و همه کارم نیستم. ولی در واقع اینه. به خاطر این خواستم یه ذره توضیح بدم که وقتی میگم فول استک معنیش این نیست که همه چی رو میدونم. بیشتر بک اند دیولپرم، یه جورایی فرانت اندم ریاکت چند سالی کار کردم، ولی فعلا ترمش فول استک دیگه. ولی شما نگیرید فول استک. تخصص اصلی روی همون بحث بکنده، همون چیزی هم که اکثرا میگن. مثلا سری قبلم گفتم کیان، همون منیجر گوگل، که یه چیزی حرف خیلی قشنگی زد، این بود که گفت دیولپرهای ما، سافتور دیولپرهای ما خیلی خودشون رو محدود میکنن به تولز. میگن من فرانت اند دیولپرم، من نمیدونم ریاکت دیولپرم، نمیدونم من فلانم. وقتی میگی سافتور دیولپر، نباید این محدودیت رو واسه خودت بذاری. وقتی پروژه نیاز داره وارد یه چیزی بشی، باید بری وارد بشی و باهاش کار کنی و یاد بگیری دیگه. این مهارتیه که واقعا خیلی سافت اسکیل خیلی ارزشمندیه واسه کمپانیا. یه مدتی هم شرکت‌ها شروع کردن رفتن به سمت تفکیکش، ولی انگار دوباره دارن برمیگردن. حالا من تحقیقی روش ندارم، ولی پرسونال فیلینگمه. یعنی میبینم اینجوری که توی تیم ما قبلا فرانت اند داشتیم، بک اند داشتیم. من خیلی هم خودم تلاش کردم که تفکیکش کنم، چون ببخشید بچهای فرانت اند، منظورم به شما نیست، ولی بعضی وقتا بعضی هم فرانت اند میان چون اون دنیاش یه ذره متفاوته، برمیگردن یه چیزایی پیدا میکنی که نباید پیدا بکنی. من داشتم تلاش میکردم که اینو یه ذره چیز کنم، جلوشو بگیرم، با اینکه خودم فرانت اند خیلی کار کردم. مثلا 2 سال به صورت ددیکیت فقط فرانت اند کار کردم، 2-3 سال پیش سعی کردم جلوشو بگیرم، ولی الان میبینم که اصلا کامپنی میخواد که همه فول استک باشن، یعنی همه بتونن دو طرف کار کنن، به خاطر اینکه منیج کردن ریسورس سخته واسه دو طرف، و اینکه خیلی وقتا تو خیلی پروژه‌ها تو فقط میخوای یه نفر ددیکیت بذاری روی کاری رو پروژه، بگیره بره جلو. به دلیل داشتن تک لید هم همینه دیگه. تو در واقع باید باشی اونجا که این بنده خدا رو بپایی که راه و خطا نره، یا کمکش کنی، راهنماییش کنی، سر نخ بهش بدی. وگرنه اون سافتور انجینیره. هیچ جایی الان تو این شرکتایی که من کار کردم رولم مثلا بک اند دیولپر نبوده به صورت رسمی توی قراردادم، سافتور انجینیر بوده، چون شرکت میخواد منو جابجا کنه و ازم بپرسه. و چیز خوبی هم بوده تا الان. سافتور انجینیری دیگه، کانسپت یکیه دیگه. دقیقاً. اصلا این ببین، اتفاقا یه صحبتی هم داشتیم با یکی از بچه‌ها، مثلا اون خودشو به عنوان فرانت اند انجینیر معرفی کرد. گفتم تفاوت این فرانت اند دیولپر و انجینیر چیه؟ یعنی در واقع برمیگرده به اون، یکی اون سافت اسکیل و اون مهارتی که داری، و دوم اینکه وقتی انجینیری به خیلی چیزایی که اون پشت پرده اتفاق میفته هم فکر میکنی. یعنی میدونی بک اند چه اتفاقی میفته، میدونی که نمیدونم اون بک‌گراندایی که خیلی بهش دقت نمیکنن و صرفا کد مینویسن
توی حالت انجینیر دیگه اینجوری نیست. اون پرفورمنس، اون داستانایی که پشت پرده هست دقیقاً و این داری چیز. مهندسیش میکنی دیگه. آره مهندس دقیقاً. راستش رو بخوای من هنوز خودم جرئت نداشتم خودم رو انجینیر معرفی کنم، چون هنوز یه سری بخشا نتونستم اون انتظاری که از خودم دارم رو برآورده کنم، ولی در حال حاضر دارم یاد میگیرم و به اون سمت دوست دارم برم. اگه تونستی یه دونه سوال از من بپرسی من زیر 10 دقیقه جواب بدم جایزه میدم. بحثمون خیلی شیرینه، اتفاقا لذت میبرم. مرسی. آقا برگردیم به ایران. اون روزی که من نمیگم ما به ایران بر نمیگردیم، ولی اگه میخوای به صورت مجازی برگردیم برمیگردیم. برگردیم به تجربیاتمون از ایران. اون موقع خب. که من به عنوان کارآموز وارد شرکت شدم و من یه مهاجرتی داشتم از شهرمون بوکان به تهران، واسه اینکه بعد اینکه توی همایشی شرکت کردم، یکی از دوستان عزیزم شاهو که توی به عنوان یکی از سخنرانای همایش بود بهم گفت، حالا به کردی گفت اگه میخوای به اون چیزی که میخوای برسی، بوکان هیچی واسط نداره، پاشو بیا تهران، پاشو بیا توی یکی از این کمپانی‌ها مشغول به کار شو. و منم سافت‌ور دیولپر بودم در واقع، اون موقع پروژه میگرفتم، فریلنس کار میکردم، تا اینکه به خاطر اینکه اون ترسه بریزه و اون داستانه بشه یه تغییری ایجاد کردم و اومدم تهران. همه چی و دیگه هرچند با سخت بود، یکی از لحاظ عاطفی و روحی خودم هیچ وقت انقدر دور نشده بودم از خونه. 1 ماه اول خیلی سخت بود و از طرفی خانواده‌ام اول خیلی مخالف بودن و بعد دیگه کم کم اوکی بود و تا اینکه قانع شدن. و بعد هرچند من تیرم رو انداخته بودم و قرارداد رو امضا کردم، من گفتم من قرارداد بستم باید برم دیگه، نمیشه نرم. و این چیزی بود که اون پلای پشت سر رو خراب کردم و دیگه رفتم. به عنوان کارآموز وارد شرکت شدم. یه نفر رو دیدم گوشه اتاق نشسته، خیلی جدی داره کار میکنه و یه ابهتی هم داشت. اون شخص هم کسی نبود من جز که نبودم، مصطفی. سینا بود. دقیقا خودت بودی. بعد خیلی هم دوست داشتم ببینم چی کار میکنه. مصطفی هم فکر کنم 1-2 ماه قبل من جوین شده بود به شرکت، تا اینکه اونجا شروع به کار کردیم و خیلی چیزا از مصطفی یاد گرفتم و بعد دیگه پروسه رشد و همکاری‌های بعدی توی شرکت‌های دیگه هم اتفاق افتاد. دوست دارم به اون حالت تغییر اشاره کنی و اینکه وقتی که مهاجرت کردی، شما هم توی شهریار بودی فکر کنم، بعد مهاجرت داشتی به تهران و بعدش هم مهاجرت به کانادا. این تغییره چه تأثیری روی زندگی ما داره؟ چه تأثیری از لحاظ رشد دانشی و رشد درونی داره؟ رشدی توی زندگی شخصی داره؟ چون توی 2 تا پروسه مختلف این تغییر رو احساس کردی، هم توی جنبه کاری هم توی جنبه لوکیشن این حالت اتفاق افتاده واسط. دوست دارم از این برامون بگی. من اولی یه چیزی کلیر بکنم. یه شوخی کردم به ایران برنمیگردیم، حالا ما رو پاره نکنید. به ایران برنمیگردیم به خاطر اینه که واقعا مهاجرت کردن از یه نقطه به یه نقطه دیگه، یه تولد دوباره است. برگشتن به اون فاز قبلی واقعا کار سختی. حالا یکی ممکنه توانشو داشته باشه، من ندارم شخصا. در مورد مهاجرت، اولا که شهریار دیگه شهریار نیست، داره میشه استان. نمیدونم چرا بعضی وقتا بهش میخندم. بچه والا خیلی مخلصتونم، ولی واقعا نخورید این گولو نخورید. نکته دومی که آره موو کردن از یه جایی به یه جای دیگه. من خب تو محیطی که بزرگ شدم شهریار خیلی هم جای خوبیه، خیلی هم آدمای خوبی داره، ولی شما به یه مرحله‌ای توی بعضی جاها میرسی که فکر می‌کنی دیگه سرت داره میخوره به سقف. میدونی سقفش داره اذیتت میکنه، دیگه نمیتونی از اونی که هست بیشتر رشد بکنی، چون فضا این اجازه رو بهت نمیده، محیط این اجازه رو بهت نمیده، فرهنگ اون اجتماع، دانش اون اجتماع این اجازه رو بهت نمیده. این به این معنی نیست که آدمایی که دور و برت زندگی میکنن آدمای خوبی نیستن یا آدمای باسوادی نیستن، ولی همه چی اونجوری نیست که تو میخوای. یعنی با سلایق و علایق تو سازگار نیست. حالا این فقط هم در مورد آیتی نیست. مثلا اگه یه نفر بشه یه موزیسین تو شهریار یا مثلا بوکان، قطعاً توی بوکان و شهریار اون امکانات برای موزیسین شدن انقدر قوی نیست که تو تهران هست.
یا مثلا اگه بخوای در نظر بگیری اون امکانات انقدری که تو نیویورک، تو الی فراهم هست، تو تهران نیست برای بازیگر شدن، برای موزیسین شدن. همین هم خب کانسپتش در مورد آیتی بود. شهریار رو موقعی که من داشتم زندگی میکردم شهر بزرگی نبود که، جمعیت زیادی داشت به واسطه مثلا روستا و شهرهای اطرافش، ولی خب کاری نبود توش، یعنی تو زمینه آیتی. من قبل از اینکه حالا جوین بشم به اون شرکتی که با هم دیگه رفتیم، همونجوری خودت هم گفتی، من انقدی فاصله نداشت جوین شدنم به شرکت قبل تو، شاید مثلا چند ماه، ولی تو طی چند ماه هم من اونجا هم شدم تک لیدر اگر یادت باشه. ولی من قبل اون کار سابقه رسمی کار کردن تو حوزه آیتی رو نداشتم، یعنی اگه بخوام صادقانه بگم. من تو زمینه‌های مختلفی کار کردم، یه زمانی بیزینس خودم رو داشتم، یه زمانی واسه دیگران کار کردم، یه زمانی مغازه‌دار بودم فلان، ولی تو همه این دورانی که داشتم واسه دیگران، واسه خودم کار میکردم یا واسه دیگران، همیشه یه بهانه‌ای برای تولید یه چیز نرم افزاری داشتم. یعنی من حتی وقتی که داشتم توی کارگاه تولیدات بتونی کار میکردم، اگه همه رو کاغذ مینوشتم، من گوگل شیت داشتم، نرم افزار داشتم برای خودم، برای اینکه مثلا این کارو انجام بدم. به صورت رسمی واسه کسی دیولپ نمی‌کردم، ولی برای خودم این کارو انجام میدادم. یعنی 7-10 سال فازم همین بود، تو همین فیز بودم. و یه جا فهمیدم که دلیل این که من نمیتونم از این فاز بپرم برم تو فاز بعدی و شروع کنم به کار کردن توی مجموعه‌ای که به صورت رسمی روی این چیز کار بکنه و روی این شغل کار بکنه، برنامه نویسی، جاییه که من دارم توی زندگی میکنم. چون تعداد شرکت‌های آیتی که داشتن این کارو میکردن خیلی محدود بود، شاید به انگشتای دستم نمیرسید. حالا الان بیشتر شدن. اصلا نیازی نبود، یعنی مارکت نیازی نداشت. کی وبسایت می‌خواست اونجا؟ یا باید میرفتی سراغ یه ارگان دولتی که خب از قبل داشتن و ارتباطاتشون رو داشتن، به تو نمیدادن، یا اینکه باید مثلا برای خودت یه کاری انجام میدادی. هیچ کدوم اینا برای من فراهم نبود. و یه جایی فهمیدم که من این کارهایی که دارم انجام میدم، تمام این مثلا دردسرایی که دارم تو شغلای مختلف میکشم، منو ارضا نمیکنه، سیرم نمیکنه، اون چیزی که من میخوام نیست. و اینجا هم سقفش برای من کوچیک شده، بزرگتر از این دیگه چیزی نیست. من باید انتخاب بکنم که باغدار بشم یا مساله فروش، چون تمام آدمایی که یا ساختمون ساز، چون تمام آدمایی که دور و بر من بودن تو همین زمینه بودن. یعنی مثلا من عموهام مساله فروش، آهن فروش، باغدار، ساختمون ساز، شغل غالب اونجا این بود دیگه، چیز دیگه ای نبود. و اونا هم وبسایتی نیاز نداشتم من واسه اونا طراحی بکنم که. به خاطر همین تصمیم گرفتم که جداشم از اون شهر، از اونجا بکنم برم. برای شروع هم حالا یه پیش‌زمینه دیگه ای هم بود بابت اینکه از اونجا موو کنم. ما یه سفر رفتیم تایلند با خانومم. میدونم الان میگین همه با خانومشون تایلند نمیرن، ما رفتیم، ببخشید. و جالبتر از اون که بدونید، اول سالم رفتیم مکه، اگه دوست دارید بدونید. بعدش رفتیم ما تایلند. و جالبتر از اون که آخر همون سال با پدر خانومم و مادر خانومم و برادر خانومم و خانوم برادر خانومم رفتیم تایلند. اینم بدونید. عرض کنم که و اونجا چیزی که ما دیدیم، تجربه کردیم، یه چیز متفاوتی بود. اولا که پلیس تایلند 2-3 بار منو گرفت، چون جلو در مکدونالد خودمو بسته بودم، چون فکر می‌کردم خیلی ساندویچ خفنیه، انقدر که نخورده بودم. همش داشتم مکدونالد می‌خوردم. مکدونالد اونجا صاحبش یه دونه ماشین هم من خرید. اونجا فهمیدیم که آقا ما دوست نداریم تو ایران زندگی بکنیم. آزادیه رو می‌خوایم. اون حس خوبه رو می‌خوایم. حالا واسه یکی مثلا اون حس خوبه میتونه برداشتن روسری باشه، واسه یکی میتونه مثلا خونه‌های بهتر، ماشین‌های بهتر باشه، واسه یکی میتونه چه بدونم آزادی زندگی باشه، مشروبشو بخوره، چه بدونم هزار تا کار دیگه بکنه. برای ما نبود، برای ما اون حس و فیلینگ آزاد بودن و رها بودن بود. به اضافه اینکه خب سقف اون شهری هم که توی زندگی میکردم خیلی کوچیک بود دیگه. قبلش هم تجربه زندگی تو تهران رو نداشتم. دل زدیم به دریا، خونه رو فروختیم، جمع کردیم، رفتیم تهران زندگی کردیم، تا همون کاری که با هم دیگه همکار بودیم. و واقعا درهای جدیدی برامون باز شد. درهای جدید باز شد که یعنی ببین قاعدتا شما وقتی از یه محیط کوچیک به یه محیط بزرگ میری، آدمای بیشتری میبینی. آدمای بیشتر یعنی نالج بیشتر. و وقتی تو آدمای بیشتری میبینی، تنوع آدمی بیشتری هم میبینی. یعنی من قبلا که تو شهریار زندگی میکردم، به عنوان مثال دوستای کرد زیادی نداشتم. ولی وقتی اومدم تهران با تو آشنا شدم، با چند نفر دیگه آشنا شدم. یا مثلا دوستی نداشتم که تبریزی باشه اصالتاً. ببخشید میونه کلمه چند سالگی این اتفاق افتاد مصطفی اون موقع اون تغییر
شغل و تغییر لوکیشن فکر انجام میکنم شد. 25-6 سالم بود، کامل یادم نیست. 90 پس و آره پس دیر نیست. خیلی ها اینو بهونه میکنن که هیچ وقت دیر نیست. آره دقیقا سن و سال واقعا مسئله ای نیست واسه اون تغییر. من تازگی اسکرین گوشیمو عوض کردم. داستان زندگی فاوندر KFC بود که چی شده تو زندگیش و کی این بیزینس رو راه انداخته. هیچ وقت هیچ چیزی دیر نیست. من با یه بنده خدای کار میکردیم دوباره توی یه شرکت دیگه، اسمشو نمیبرم. یه حرفی زد که واقعا روح من خراش داد. اون موقع که من اونجا کار میکردم، اون موقع من 26-7 سالم بود، من سنی نداشتم اصلا. تو اون زمانی که این یه همچه حرفی به من زد، ما کار میکردیم براش، حالا به هر دلیلی ایشون از ما راضی نبود. حالا من که خودم قبول ندارم، تو که اونجا بودی میتونی قضاوت کنی. اما این آدم راضی بشویی نبود. یعنی چیزی میخواد 6 صبح میرفتیم 8 شب برمیگشتیم. میکایل شاهده 14 ساعت روزی کار میکردیم بازم راضی نمیشد. یه حرفی زد که روح من خراش داد. یه استارتاپی داشت که حالا موفق بود یا نبود بماند، ولی 11 سال داشت روش کار میکرد تو اون زمان. و حرفی که به من زد این بود، گفت شما فکر کنید میتونید الان برید استارتاپ خودتون رو راه بندازین، فکر میکنید به همین راحتی؟ شما دیگه پیر شدید واسه این کار. حالا حدس بزن چی شده. من 7 ساله دارم روی یه چیز دیگه کار میکنم و هنوزم دیر نیست. دوباره شروع کردم. یعنی چند بار من یه دونه استارتاپ دارم به نام زودگوز، خودم بوده، میکایل میدونه. 4 سال روش وقت گذاشتم، نتونستم به نتیجه برسونمش، ولش کردم، دوباره شروع کردم. هیچ وقت برای شروع کردن یه چیزی بعد دیر نیست. شاید اصلا برای ثابت کردن به اون آدم است و به نتیجه هم میرسونمش حتما. دیر زوده وجود نداره. موقعی که من وارد اون شرکت شدم، بعد از 6 ماه کار کردم، من 6 ماه کارآموز بودم. 6 ماه آدمی که داشت کد میزد رسما، میکایل میدونه اینا که میگم، رسما کد میزدم، چند تا پروژه چند تا شرکت دستم بود، ولی به اسم کارآموز اونجا بودم. تک لید اونجا بودم، نه تک لیدی که بگیم تک لید میکنه، نه، ولی مثلا میکایلی که میومد، مثلا ایشون هم به عنوان کارآموز اومد با من همکاری میکرد. یه مثال یه نفر از دوستای من تو دانشگاه به من زد، خیلی قشنگ بود، خیلی به دلم نشست. میگم میثم مومنی اسمش هم میارم که اگر دید بدونه، هنوز یادمه. این بنده خدا کار میکرد تو شبکه، 10-12 سال کار میکردن. 2 تا رفیق خیلی خوب داشتم، این دو، یکیشون 20 سال یکیشون 12 سال. اون که 20 سال کار میکرد الان خلبانه، عوض کرد، کلا سویچ کرد و توی 31-2 سالگی به خلبانی رفت. عمرن اگه کسی بتونه 31-2 سالگی خلبان بشه، این خودش کانسپتش ریلیتد تو این حرفی که داریم میزنیم. چون به هر کی بگی میگه باید 18 سالگی شروع بکنی، باید پول داشته باشی، ولی این آدم 31-2 سالگی تازه شد خلبان 737. الان هم توی ایرلاین ترکی داره کار میکنه، حامد نوروزی، کپیتان به قول خودمون. پس هیچ وقت دیر نیست. اون یه حرف قشنگی اون میثم به من زد تو اون زمان. من خیلی ناراحت بودم، کارگاه تولیدات بتونی رو داشتم، میخواستم برنامه‌نویس بشم، هر چی تلاش میکردم تو شهریار به جایی نمیرسیدم. یه روز توی کافه نشسته بودیم با هم دیگه حرف میزدیم، گفت ببین اون موقع که ما داشتیم درس میخوندیم برای شبکه، یه بنده خدایی بود همه کار میکردن، 6-7 سال سابقه کار داشتن، این تازه شروع کرده بود، بعد 2-3 سال داشت درس میخوند. شبکه هم خیلی درس خوندن داره دیگه، همه میدونن دیگه، باید سرتیفیکیت بگیری و خودت آپدیت نگهداری. میگم این بنده خدا هم دنبال کار میگشت، ما هم هی سر به سرش میذاشتیم، میگفتیم بابا برو کار کن، ز گهواره تا گور دانش نجوی، باید بری تو کار. میگم این بنده خدا به من گفت میدونی چیه میثم، من مثل یه سد میمونم، دارم آب میگیرم، دارم پر میشم، و موقعی که پر بشم این سد رو میشکنم، میفتم تو رودخونه، و وقتی آب با این فشار بیاد هر چی که سر راهش باشه میشوره میبره، نمیذاره بمونی، چون اون سیله، اون دیگه جوی آب نیست. من دارم سد میشم. میگم و این آدم سد شد و شکست و یه روز همه ما رو شست و برد. من که 12 سال سابقه کار داشتم، اونی که 20 سال سابقه کار داشت، رفتیم واسه این کار کردیم. میخوام بگم که اینکه کجایی، الان تو چه موقعیتی هستی، آیا نزدیک با آرزوهات آیا نیست، دلیل بر این نیست که تو ناموفقی. آدم اونجایی میبازه که گیو اپ میکنه. میدونی این ببخشید من خیلی در مورد این حرف زدم، چون تاچ پوینت منم هست. یعنی وقتی یه نفر میگه دیره یا زوده، خیلی به من اذیت میکنه. هیچ وقت واسه هیچ چی دیر نیست، حتی مهاجرت، حتی ساختن یه زندگی از اول. اصلا حرف بقیه روتون تاثیر نذاره. برنامه نویسی نباید بچگی یاد بگیری.
آدم هست 60 ساله الان شروع کرده از من برنامه‌نویس 10-15 ساله بهتر بلده و همه چی به علاقه است، به پشت کاره. این مثال بالا رفتن از کوه و هیچ وقت یادتون نره، شنیدی میگن یارو داشت یه سنگی و قل میداد از کوه میبرد بالا، وقتی که رسید سر کوه 1 متری چون نمیدید چه خبره ولش کرد و سنگ برگشت. شما هیچ وقت نمیدونی که به اونجا رسیدی یا نه. تنها کاری که میتونی بکنی اینی که بری بالا و سنگ تو هل بدی، یا یه روزی میفته یا دوباره برمیگرده پایین. من بر اساس تجربه شخصی خودم میگم این سنگ 10 بارم قل بخوره بیفته پایین، شما دوباره برش میداری میبری بالا، چون سیر نشدی، چون قانع نشدی، چون نگرفتی اون چیزی که میخواستی. پس بهتره که راهت ادامه بدی، وگرنه مجبوری از اول شروع کنی دوباره قلش بدی بره بالا و آدم اونجایی میبازه که ناامید میشه. اصلا این مسیر زندگیه، درسته؟ یعنی یه مسئله هم که هست اینه که ما خیلی وقتا اون تارگتمون، اون هدفی که داریم وابسته میکنیم به یه چیزی، وقتی که بهش میرسیم دیگه اصلا اون حالتی که هست، حس یه جورایی ناامیدی و اینا هم شاید دست بده. ولی وقتی میگی که نه، این مسیریه که من از اون باید لذت ببرم، از طرفی وقتی که به اون رسیدم، حالا پول باشه، کار باشه، مهاجرت باشه، بهش رسیدم، اوکی الان من رسیدم اینجا، رشد کردم، برم مسیر بعدی، برم هدف بعدی. و وقتی هم آدم توی اون مسیر رشد باشه، چه بخوای چه نخوای خواسته هات بزرگتر میشه، چه بخوای چه نخوای چیزای بزرگتر میخوای. نمیدونم 1,000,000 دلار داری بعداً 10 تا میخوای، نمیدونم هر یه خونه داری بعداً 2 تا میخوای، نمیدونم یه ویلا میخوای، یه ماشین داری، نمیدونم یه ماشین مدل بالاتر میخوای، تسلا میخوای، نمیدونم و خیلی چیزا. یعنی اون بحث هدف آدم هیچ وقت تموم نمیشه. متغیره البته دیگه، آره با دقیقاً، نیاز روزت داره آپدیت میشه. دقیقاً. اصلا یه چیزی هم که هست اینه که خیلی وقتا آدم اون آرامش درونیه وقتی آدم بهش برسه خیلی با ارزشه، چون وقتی به اون آرامش میرسی میدونی اون چیزی که میخوای در نهایت بهش میرسی، دیر یا زود داره ولی کی بهش میرسی و اینکه از این مسیر لذت ببری خیلی مهمه. من یه چیزی بگم، میونه کلامت گفتی آرامش درونی، نگردی دنبالش نیست. اینه وسط حرفات میزنم. ببین ما همه تو بازه سنی بین 30 تا 40 سالیم. خب و من خودم شخصا فکر میکنم این جاییه که آدما میگازن. یعنی فکر کن یه مسابقه است، ماشینا دارن با همدیگه میرن تا یه جایی، تا 20 سالگی همه میزنن بغل، میرن پیکنیک میکنن، نمیدونم غذاشونو میخورن. 20 تا 30 یه ذره جدی میشن، مثلا میگه حالا غذا رو مثلا اگه 2 ساعت یه بار میخوردیم، صبحونه میزدیم، 2 تا یکیش بکنیم، ناهار و شامو که برسیم. تو 30 سالگی میگی من حتی ناهار و شامو پشت فرمون میخورم، فقط میخوام به خط پایان برسم. یعنی یه ریسه. به خاطر همین اون احساس درونیت سیر نمیشه. لااقل من ندیدم کسی که سیر شده باشه تا هر جایی که هست. خب و هر پله میرسی یه چیز بیشتری میخواد. حرفی که میخوام یه سایه بزنم رو حرفی که تو زدی، اون آرامش درونی در واقع همون ادامه دادنه. وقتی آروم میشی که تلاش میکنی دیگه، دست از تلاش برداری آروم میشی، چون استرس میگیری عقب موندم. ولی وقتی داری میری، وقتی داری تلاش میکنی، دیگه راه دیگه‌ای وجود نداره. و یه موضوع دیگه این که حالا چون بعضی از مخاطبایی که میشنون قطعا سنشون تو این بازه سنی نیست، مثلا 16 ساله هم 15 ساله، نمیدونن چیکار میخوام بکنن. آقا من نمیدونستم چیکار میخوام بکنم. من از اون دسته آدماییم که از بچگی عاشق کامپیوتر بودم. اصلا برام سوال بود اینو چجوری میسازن، این بازی‌ها رو چجوری میسازن، ولی من هم نمیدونستم چیکار میخوام بکنم. آدمایی که دور و بر منم هستن خیلی نمیدونن چیکار میخوام بکنن. خیلی پلن داشتن توی زندگی، نمیگم کار نمیکنه، قطعا خوبه، قطعا چیز خوبیه که پلن داشته باشی، ولی مثل استارتاپ میمونه. داشتن یه پلن محکم سفت غیر قابل تغییر بدتر شکستت میده. آماده تغییر باید باشی. شما فقط با کفشاتو پات کنی بگی من میخوام این زندگی رو بسازم، اینوری دارم میرم. حالا اگه 10 درجه اینوری شد، 20 درجه اونوری شد، مهم نیست. مهم اینه که من میخوام به اونجا برسم. ممکنه یه نفر با 120 از توی جاده صاف بره، منم تو کوه و کمر پیاده برم، ولی مهم اینه که به اونجا برسم و همش هم ارزشمنده. استرس رو نداشتن و فوکس کردن مهمتر از اونه.
دقیقاً. اصلا ببین اون بحث آرامش درونیه وقتی ایجاد میشه که تو دیگه از اون فاز مقایسه خودت با اطرافیان و اینا خارج میشی و فقط تمرکزت روی خودته و اینکه به اون چیزی که من در آینده میخوام بهش برسم حرکت کنم. هدف قطعا تغییر میکنه توی مسیر چون داری رشد میکنی و اگه هدفت ثابت باشه خیلی خوبه چون به شناخت خوبی رسیدی. ولی اگه هدفت هم تغییر میکنه یه چیز کاملا طبیعیه. مثلا تو میخوای نمیدونم به فلان مثلا من میخواستم زبان نمیدونم پایتون یاد بگیرم و شروع کردم حتی خیلی تا جاییش رو رفتم و بعدش یه اتفاقی افتاد که سویچ کردم روی یه زبون دیگه و بعد خیلی سریعتر تونستم اونو به دست بیارم. من همون هدف همینیه که رشد کنم و الان از یه طریق دیگه دارم رشد میکنم. یعنی بسته به شرایط و بسته به مسیر رشدمون این هدفه و اون اچیومنت تغییر میکنه و این چیزیه که باید بپذیریم. این اگر تغییر میکنه غلطه، چون دنیا داره تغییر میکنه. خیلی ساده، یه مثال سادهش اینه که فکر کن من 36 7 سالم الان. من وقتی 7 سالم بود 5 سالم بود میکرو بود، آتاری بود و من اصلا از دنیای کامپیوتر از اونجا برای من شروع شد. خب اگه من قرار بود تغییر نکنم الان اینجا که هستم نبودم که. یعنی دنیا تغییر میکنه، هر روز تغییر میکنه، همه چیز تغییر میکنه. اهداف شما هم باید با اون شکل تغییر بکنه. من تنها چیزی که فهمیدم اینه که ببین همه این آدمایی که گوشه کنار دنیا میبینی موفقن. مثلا ایلان ماسک، تو فکر کنی روز اول دلش می‌خواسته مثلا بره یه دونه شرکت فضایی بزنه یا مثلا تسلا رو درست بکنه، چیز سرمایه گذاری بکنه و درستش بکنه، بزرگش بکنه، یا بره مثلا توییتر رو بخره؟ قطعا این نبوده. قطعا این نبوده. روز اول تنها چیز یه هدف کوچیک داشته، بهش رسیده، یه پولی دستش گرفته، یه هدف بزرگتر. تنها اتفاقی که افتاده اینه که این آدم سیری ناپذیره. و اگه تو بخوای ببینی که یه جای آرامش پیدا میکنی تو زندگیت که بشینی یه گوشه پول بیاد بخوری، خبر خوب اینه که نمیاد. و چرا میگم خبر خوب نمیاد؟ چون هرچی بیشتر تلاش میکنی موفقیتت هم بیشتر. نمونه بارزش ایلان ماسک، میبینی یه وقتایی میگن توی کارخونه میخوابه. مهم اینه که تلاش کنی، پشت کار داشته باشی. این که یه روزی یه جایی برسه که شما پاتو بندازی رو پات، حالا از منظره لذت ببری فلان اینا، نه اینکه ممکن نباشه، ممکنه ولی موقتیه. یعنی حتی مثلا به اونجایی برسی که من نشستم جلوی مثلا یه ویو خیلی بی‌نهایت خیلی خوشگله، حالا هر کسی هر فانتزی تو ذهنش داره در رابطه با اطرافیانش و خانم‌ها و آقایون و فلان اینا، کاری به اونا نداریم. یعنی اگه فکر کردی که یه روزی میرسه اونجا که یه همچین کاری بکنی، بذار بهت بگم که همون دنبیزلیانه بنزلیانه، نمیدونم اسمش هم دقیقاً چیه، اونم داره کار میکنه. یعنی بالا نگه داشتن صفحه اینستاگرامش، منیج کردن اونم آدم دور و برش، یعنی اون یه بیزینسه در اصل. اونم داره کار میکنه. اتفاقا کار اونم کار من و تو سخت‌تره چون مرخصی نداره. یعنی 24 داره کانتنت تولید میکنه که بالا باشه دیگه. یعنی تمام چیزی که شما در سوشال مدیا هم میبینی که به تو نشون میدن زندگی، آرامش، خوشی، فلان بهمان، اون آقا داره کار میکنه. تو اون لحظه داره زحمت میکشه، تو اون لحظه داره سختی میکشه. نگاه به نوعش نکن که چه مدلی داره زندگی میکنه، ولی اون در اصل داره کار میکنه. تعریف از آرامش هم این تعریفی که تو میگی در واقع همون بحث آرامشه. یعنی کسی که حرکت میکنه و مسیر علاقش رو فالو میکنه در واقع به اون آرامش رسیده. چون آرامش آرامش الان شغلی. آرامش شغلی، آرامش فقط به این معنی نیست که طرف بره لم بده جایی و بشینه و کاری نکنه. در واقع 1 ماه طرف این کار رو انجام بده دیوونه میشه اصلا، چون وقتی آدم کار نکنه واقعا نمیشه. یعنی اون حس و حاله اجازه نمیده. و من میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که قبول داری این آرامشه، اون چیزی که حالا صحبت کردیم، بدون حرکت و بدون اینکه مسیر علاقت رو بری یعنی غیر ممکنه. چون خیلی ها هستن، مثلا من خیلی ها رو میشناسم که طرف واقعا افسرده شده، طرف و تنها دلیلی هم که من وقتی به عنوان یه ناظر از بیرون نگاه میکنم اینه که علاقه‌ای که داره رو نمیره دنبال کنه و دلیلش هم که باز به عنوان ناظر که میبینی تو حرفاش که میشنوی اینه که خودشو مرتب با اطرافیان مقایسه میکنه.
و این دلیلیه که طرف فکر میکنه کسی که یه مسیری رو رفته واسه اونم صدق میکنه، در حالی که مسیر هر شخصی مثل اثر انگشتمون واقعا یونیکه، واقعا منحصر به فرده. دقیقا. میدونی چرا این اتفاق افتاده؟ چون دنیای امروز تشنه موفقیت. یعنی تو هر جا که میری آدما بهت میگن باید موفق باشی. من آدم موفقیم. و بدتر از اون، میدونی بدتر از اون اینه که این موفقیت وصل به یه عددی. یعنی موفقیت معنیش این نیست که این آدم موفقه به خاطر اینکه زندگی راحتی داره، به خاطر اینکه خانواده خوبی داره، به خاطر اینکه مثلا میخنده، به خاطر اینکه ورزش میکنه. این آدم موفقه به خاطر اینکه پول داره، یه عدده. این آدم موفقه چون توی سوشال مدیا فالوور زیادی داره. این آدم موفقه چون انقدر آدم زیر دستش دارن کار میکنن. یعنی تو هر جا که میری موفقیت یه مساوی داره با یه عددی و این که اشتباهه و این باعث میشه که تو عددت همیشه مقایسه بکنی، چون موفقیت چیز نسبیه، نمیتونی مقایسش بکنی. تو نمیتونی بگی من از تو موفق ترم یا تو از من موفق تری. اینا دو تا آبجکت متفاوتن. حالا کسایی که برنامه‌نویسی کار میکنن میدونن اینا تایپشون به هم دیگه نمیخوره. یکیشو باید به یه چیز دیگه ای تبدیل بکنی. ولی عدده. اگه تو بیشتر از من پول داری یا من بیشتر از تو پول دارم، حالا میتونم خودم رو با تو مقایسه بکنم. تو بیشتر از من فالوور داری یا من بیشتر از تو فالوور دارم، میتونم تو رو با خودم مقایسه بکنم. تو عقب تری یا من عقب ترم. دنیا این شکلی شده. دنیا دنیای عددا شده. آدما به این سمت رفتن که خودشونو با اعداد مقایسه میکنن. آدم هست مثلا میلیاردی پول در میاره، آرامش نداره. نمونهش همین آقای ایلان ماسک که بابا برید در موردش بخونید دیگه، از این پول دارتر نداریم که. خانواده نداره. میدونی حرفم چیه؟ چون نمیتونه داشته باشه، چون نمیتونه نگرش بداره. تسلا رو داری، اکس رو داری، نمیدونم اسپیس اکس رو داری، بورینگ کامپنی رو داری، فلان رو داری، بهمان رو داری. چه جوری میرسی؟ خودت به کار خودت روزی 8 ساعت نمیرسی. اگه بخوای واقعا کار بکنی، وای بالا اینکه 10 تا کمپانی هم داشته باشی، قطعا نمیرسی. میخوام بگم که برای ما چرا مسابقه شده؟ بخاطر اینکه هر چیزی به یه عددی وصله. هر چیزی به یه موجودیتی وصله و این مقایسه کردنه تنها اتفاقی که میفته. حالا چیزی که من دیدم، همش داری مقایسه میکنی، همش قصه میخوری، از هدفت دور میشی، استرس میگیرید و همون آرامشی که میگیم ازش فاصله میگیری. همین درسته. و از طرفی یه چیزی هم که هست، خیلی ها فکر میکنن که اگه من دیگه دغدغه‌ای نداشته باشم، چالشی نداشته باشم، دیگه خیلی زندگی خوبی دارم، در حالی که وقتی میشه گفت دیگه دغدغه ندارم وقتی دیگه آدم بمیره زیر دیگه. خاکی. دقیقاً. و تا اونجا هم وقتی دغدغه داری تازه. اونجا دیگه بریم ببینیم چی میشه، خدا چه قسمتی میکنه. ولی در کل همین دغدغه و همین چالش هست باعث میشه بریم استپ بعد دیگه. و این داستانم خیلی داستان مفصلی میشه اگه بخوایم بریم. این کلیت صحبتی که کردیم فکر کنم لب به کلامو رسون دیگه، و اگه کسی بخواد میتونه اون من چیزی خوراکم دنده دادن آدم هست. اگه کسی دوست داره کاری بکنه بیاد نیم ساعت جلسه مشاوره مجانی میذاریم، بگم بخندیم. چند روز پیش با یه دونه تازه مهاجری اینجا داشتم صحبت میکردم، تازه از ایران اومده بود، خیلی حالش بد بود. یه خانومی بود، خیلی هم خانم خوبی بود، بچه‌ش هم ایران بود، همسرش هم ایران بود. بعد اینجا یه مقدار شرایط کار سخت شده، تو کل دنیا سخت شده، اینجا سخت‌تره، چون هم مهاجر میگیره هم کار کم شده. بعد خیلی حالش بد بود، زبانم اصلا بلد نبود. من نیم ساعت با این حرف زدم، بعد نیم ساعت رزومه‌شو برداشت رفت چند جا اپلای کرد، چون میترسید بره اپلای بکنه. دنده دادم دیگه، گفتم بابا اینجوری. عالی. آره دنده خواستیم سخنرانی بخوریم. انگیزشی، سخنرانی نه انگیزشی. دنده میدم، انگیزشی نیست. من دنده میدم بری تو دیوار، حالا یا دیوارو میشکنی رد میشی یا اونجا تصادف میکنی ایربگات باز میشه دیگه، من نمیدونم. من فقط قول میدم که بری. آقا توی یکی از این اپیزودها با یکی از دوستان عزیزم آقای فؤاد اردلان صحبت میکردیم. ایشون CTO از توی کمپانی انیاک. اپیزود فکر کنم 7مون بود. خیلی تجربیات باحالی داشت. یکیش این بود که ایشون مهاجرت کرده بود به کانادا، تو حوزه پیمنت هم کار میکرد و بعد یه مدت با خودش 2 تا 4 تا کرده بود، برگشت ایران. الان که برگشت و بعد چند سال قبل که فکر کنم برگشته، الان CTO است اونجا و خیلی پروسه رو به رشدی هم خدا رو شکر داشته و داره. صحبتش و ببین اون بحث مهاجرت و اون چالشی که هست و اون تعریفی که هست رو میخوام
با توجه به که تجربه‌ای که داشتی بگیم. مثلا ایشون میگفت که من وقتی نگاه کردم به کفه ترازوی ایران و اینجا، تصمیم گرفتم برگردم چون حال دلم اونجا بهتر بود. و چیزی که من خیلی دوست داشتم، خیلی آدما میترسن برن اون چیزی که میخوان رو به دست بیارن، به خاطر اینکه میگن خب چی میشه بعدش. خب بنده خدا رفت، به دست آورد، بعد گفت من دیگه دوست ندارم اینا، برگشت و دوباره ساخت. اون مهارت ساختنه رو ایشون داشت و داره و میدونه چجوری بره مرحله بعد. از طرفی یه سری میگن بابا شما که مهاجرت کردی رفتی اون ور، دیگه حالت دیگه خوبه و دلار و یورو در میاری و دیگه نباید حرفی بزنی. وقتی که نگاه میکنی به اون کسی که اینو میگه، توی جای فعلیش هم که توی حالا هر جایی که هست هیچ کاری نکرده و داره این حرفو میزنه. و نظر شخصی من اینه که کسی که این حرفو میزنه توی جایی که الان هم هست هیچ کاری نکرده. تو اگه اونجا یه کاری بکنی، یه حرکتی بزنی، قطعا مسیر بعدی راحت‌تر و آسان‌تر میشه. میخوام نظرتو در این مورد بدونم. ببین 2 تا کلید واژه گفتی. یکیش این که ساختن رو بلده. خیلی موضوع مهمیه. ببین وقتی تو مثلا بدونی چه کارهایی باید انجام بدی، چه چالشایی سر راهته، خب راحت‌تر از پسش برمیای. کسی که ساختن رو بلده، شما هر جای دنیا بذاری میسازه. تو کره مریخ هم بذاری که هیچکی نیست، اون اونجا رو میسازه. بالاخره میسازه با یه روشی، با یه چیزی راحت‌ترش میکنه برای خودش. خب این تکنیک اوله. در مورد دومی که میگی مثلا گفتن که دلاری، ریالی، هر صحبت این شکلی، این بستگی به هدف آدما داره. اگه هدفت واسه مهاجرت کردن پول در آوردنه، بذار به همین الان بگم نیست. اون خبری که فکر میکنی نیست. یعنی یه چیزایی راحت تره، یه چیزایی سخت تره، ولی این که فکر کنی میای اینجا میتره کنی دیگه اصلا دنیا رو زیر رو میکنی، نه اصلا این خبرها نیست. اینجا چالش‌های خودشو داره، هر جای دنیا بری چالش‌های خودشو داره. این طرز تفکر غلطیه. و یه موضوع دیگه این که یه بنده خدایی میگفت، یکی از من پرسید راز موفقیتت چیه؟ گفتم من اصلا با تو حرف نمیزنم. گفت برای چی؟ گفتم تو آدم تنبلی هستی. راز موفقیت منو میخوای چیکار کنم؟ مگه اصلا موفقیت راز داره که من بخوام با تو شیر بکنم؟ کار کردم، سختی کشیدم، اصلا کار راحتی نداره. تو آدم تنبلی هستی. تو دنبال اینی که ببینی من چیکار کردم، بری همون کارو بکنی. بعد میگی راز موفقیتت چیه که بری اون کارو بکنی. اصلا راز موفقیت من با تو یکی نیست. من سخت کار کردم، برو سخت کار کن. تو لحظه اولی که میگی راز موفقیت، یعنی اون سخت کوشیه رو میخوای بذاری کنار، بری جای پای من پاتو بذاری. خب من چی رو به تو بگم؟ سخت کوشیه. تو همین اولش میگی من میخوام میام بور بزنم. خب نشدنیه دیگه. این که شما میگی مثلا اون آدم حرکت نکرده، به خاطر اینکه اون آدم دنبال اینه که ببینی شما چیکار کردی، تکرارش بکنه و فکر میکنه که اون رمز موفقیت توئه. یعنی مثلا اگه این دوستمون مهاجرت کرده اومده کانادا و حالا برگشته، پس در نتیجه این رمز موفقیتشه. من باید یه بار برم کانادا، حالا برگردم بیام ایران سی او بشم. در صورتی که این نبوده که. این بوده که این بنده خدا تلاش کرده، کار کرده، یه بار خودشو با معیارهای کانادا هم خوان کرده، هم سو کرده، یاد گرفته اینجا، به خاطر اینکه تلاش کرده که با اینجا یکی باشه، یاد گرفته. حالا وقتی برگشته با یه دانش بیشتری برگشته و دوباره چون ساختن بلد بوده روی ریل افتاده، اینجا هم یه سری چیزای جدید یاد گرفته، رفته اونجا نبوده، اپلای کرده و الان تو اون پوزیشنی که هست. یعنی این که بخوایم بگیم اون یاری که نشسته اونجا میگه که چه بدونم کانادا بودی، دردت چی بود اومدی، همون حرف توئه. آقا یه تکون بده ببین میتونی بری همچین چالشی رو قبول بکنی. مسیر زندگیش چیز دیگه ای بوده، دو تا 4 تا کرده، دیده جور در نمیاد باش، دلش میخواسته به وطنش کمک بکنه، دلش برای خانوادهش تنگ بوده، هزار تا چیز دیگه. و اینجا نقل و نبات نمیپاچن. ایها الناس، اینو چند بار ما بگیم. اینجا هم زندگی سخته. جایی وجود نداره روی کره زمین که شما بری پاتو بندازی رو پات بهت پول بدن. هر جایی که میخوای ببینی برو ببین. هیچ جایی وجود نداره. هر جای چالش‌های خودشو داره و باید سخت کار بکنی. هر کسی هر جای دنیا هر چیزی که داره از روی سخت کار کردنشه. فقط شرایط یکم متفاوته. آقا اونجا ماشین خریدن سخته. کاملا قبول دارم. یه پراید باید 400 500 میلیون پول بدی، باید کش هم بدی. اینجا ماشین خریدن آسان‌تره.
اونجا خونه خریدن سخته، اینجا خونه خریدن آسان‌تره. ولی این معنیش این نیست که دولت میاد پول میده به تو ماشین بخری، دولت میاد پول میده به تو خونه بخری. اتفاقا دولت جیبت هم میزنه. یعنی حالا مثلا اگه همه چی تو ایران بد باشه مالیات ندادنش خوبه. اینجا از یه جایی به بعد دولت شریک جیبته، یعنی شریک که نه، بیشتر سهم اون میبره. از یه جایی به بعد یه چیزی هولوش 50% بلکه بیشتر حقوق تو رو دولت میگیره، یعنی تو در واقع برای اون داری کار میکنی. و قشنگتر از اون این که اگر به اشتباه سهم دولت رو ندی ازت سودش هم میگیره. برای من اتفاق افتاده ها، یعنی سر سوتی خودشون که یه اپلیکیشنی رو ما اپلای کردیم واسه مبحث تکس ریترن و اینا، پول اضافه به حساب من برگردوندن. یه ماه طول کشید من برگردونم. سود پولی که خودم گرفته بودم به خودم به اشتباه برگردونده بودن از من گرفتن. میخوام بگم اینجا اینجوری نیست که دولت بیاد پول بده بگه برو کیف کن. اتفاقا دولت اینجا تا جایی که راه داره حتی کار میکشه، به خاطر اینکه پول از تو در میاره. برای اینکه 50% کاری که تو داری انجام میدی مال اونه، 30% کاری که تو داری انجام میدی مال اونه. اصلا یه کار میکنه تو کار بکنی و یعنی عاشق چه شبرود نیست، ولی زندگی رو برات راحت تر میکنه. میگه آقا 8 ساعت کار کن، پول در بیار، سهم ما رو بده، بعد از ظهرش برو مثلا با سگت دور بزن، با ماشینت کیف کن، با موتورت چه بدونم موتور سواری کن، گیمینگ تو انجام بده، هر کاری که میخوای انجام بدی، ولی دنگ ما رو بده. در نتیجه نمیتونی بگی که یه جایی هست که من آروم میشم دلاری در میارم، ریالی در میارم. چالش‌های زندگی یکیه. اگه ببینی یه طرف بهتره، منم گفتم ایران برنمیگردم. اگه یه روزی من ببینم ایران جای بهتریه، خب من قطعا برمیگردم میرم اونجا زندگی میکنم. برای اینکه دنبال زندگی بهترم، کیفیت بهترم، برای اینکه تو کیفیت بهتر بازدهی بهتری دارم. چرا نباید این کارو بکنم؟ اون بنده خودم شرایطش واسش هماهنگ بوده. وقتی که آدم که میاد مهاجرت میکنه عملا میاد زیر صفر یا صفر میشه. از طرفی وقتی وارد یه شرکت میشی کلا فرهنگ و زبان و همه چی دیگه تغییر کرده. این چالشه رو چجوری باهاش مواجه شدی و چجوری حلش کردی و تجربت رو بهمون بگی خیلی خوب میشه. با نقاشی قبلا گفتم تو دور عرض کنم که خب ببین این واقعا مبحثی نیست که بشه اینقدر ساده توضیح داد. فقط میتونم بگم خیلی سخته ولی شدنیه. یعنی مثل رانندگی میمونه. من خیلی چیزا رو با رانندگی مقایسه میکنم، چون بعضی آدمو دیدی مثلا میگن من نمیتونم رانندگی کنم اوایلش، که من ندارم توانش و فلان بهمان. اگه کل آدمای روی کره زمین میتونن رانندگی بکنن که خیلی فرایند پیچیده‌ایه، تو باید دستت یه کاری بکنه، پاد یه کاری بکنه، یعنی که دستت یه کار دیگه‌ای بکنه، همزمان چشمات به عنوان سنسور باید همه طرفو به پاد، و اینکه میتونی این کار رو انجام بدی و تقریبا 99.999% آدمای روی کره زمین میتونن این کار رو انجام بدن، شما هم میتونی انجام بدی. مهاجرت هم همین کانسپته. تنها چیزی که اسکیلی که شما نیاز داری انجام بدی اینه که بتونی زنده بمونی، سرتو بالای آب نگه داری، و این کاری بود که من کردم. یعنی کالچر شیفت و تمام اینا که هست، مثلا تو یه دنیای جدیدیه دیگه، یه جای جدیدیه، ولی باید سرتو بالای آب نگه داری. برای من سر بالای آب نگه داشتن چالشش چی بود؟ خب من خدا رو شکر کارو سریع پیدا کردم، حالا به هر دلیلی خوش شانس بودم، زیاد اپلای کردم، دوباره فریز شدم. الان نمیدونم صداتو دارم. عرض کنم که زیاد اپلای کردم یا اینکه هر اتفاق دیگه ای افتاد واقعیتش نمیدونم. خب اما چیزی که بلد بودم سرمو بالای آب نگه داشتن بود. یعنی این به من خیلی کمک کرد. من شرکت اولی که کار کردم چیز نداشتم، عرض کنم که توان صحبت کردن انگلیسی به صورت حرفه‌ای رو نداشتم. الانم ندارم، اون موقع خیلی بدتر بودم. ولی وقتی که هایر شدم، وقتی میخواستم با همکارام صحبت بکنم، یه روشی برای خودم پیدا کرده بودم. همچنان من میشنوی میکایی؟ آره. روشی که برای خودم پیدا کرده بودم این بود که نقاشی بکشم براشون. یعنی چی نقاشی بکشم براشون؟ یعنی که هر موقع که من سوال میپرسیدم، من لسنینگم خوب بود، اسپیکینگم خیلی بد بود. وقتی که صحبت میکردم میشنیدم حرفاشون رو گوش میکردم، بعدش در جواب اگر نمیتونستم توجیهشون بکنم رو کاغذ میکشیدم. در نتیجه بعد از 2 هفته ما به دوران پارینه سنگی برگشته بودیم. روی در دیوار شرکت پر از نقاشی انسان‌های اولیه بود که اینا با انسان اولیه ارتباط گرفتن، انسان اولیه جواب اینا رو با نقاشی داده. و جالب این بود که منیجر من
روزی که من جوین شدم شرکت این 2 هفته رفت مرخصی. روزی که این رفت مرخصی شرکت هم فرانسه حرف می‌زدن هم انگلیسی. روزی که اول رفت مرخصی شرکت همه 2 زبانه بودن. وقتی که برگشت بعد 2 هفته کسی توان صحبت کردن نداشت. همه نقاشی می‌کشیدن و طول کشید تا دوباره ما آتیشو اختراع بکنیم و اینا و برگردیم به دوران کامپیوتر. حالا شوخی میکنم ولی میگی چه جوری زنده موندی. میخوام بگم که این یه اسکیلیه که شما بالاخره پیداش میکنی. مهم اینه که سرت بالای آب نگه داری و برای من درسته. سر بالای آب نگه داشتن نقاشی کشیدنه بود. اما بالاخره یه اسکیلی اون بقیه بادیت باید داشته باشه که بتونه سرتو بالای آب نگه داره دیگه. یه پا دوچرخه‌ای باید بتونی بزنی. میدونی حرفم چیه؟ مثل رو آب که میمونی مهم. دست و پات پایین داره کار میکنه دیگه. همونجوری که مثل بطری که رو آب نموندی که یه چیزی داره یه جایی کار میکنه که باعث میشه تو درسته. بتونی این کار انجام بدی. من اون اسکیل تکنیکالم بود که یعنی پایین داشت دست و پا میزد سرم بالای آب مونده بود. برای اینکه بتونم حرف بزنم نقاشی میکردم ولی تکنیکالم قوی بود که میتونستم این کار رو انجام بدم. شما هم تو هر زمینه دیگه که هستی قطع شدیم. عرض کنم که آره این اون چیزی بود که برای من اتفاق افتاد. کالچر شیفت و نمیدونم فلان و بهمان و اینا که بخوام دقیق علمی بگم ندارم، تجربه است. میدونی درسته. نشستم بهش فکر بکنم. ولی تو مسیر اشتباه داشتی، درسته؟ اون مسیر قطعاً همه دارن. مگه میشه کسی نداشته باشه؟ اصلا اشتباه کردن بخشی از پروسه یادگیریه. آدمی که اشتباه نکنه یعنی چیزی یاد نمیگیره. کسی دیگه یاد گرفته داره یادت میده. اصلا محال ممکنه کسی کار بزرگی بکنه خطا نداشته باشه. محال ممکنه. حالا نه که کار مهاجرت بزرگ باشه. منظورم اینه که محال ممکنه کسی با اسکیل خودش یه کاری بکنه که بزرگتر از اسکیل خودشه و توش خطا نکنه. چون 1000 تا چیز وجود داره. من میتونستم اون روزی که اینا با من اینترویو کردن ترس داشته باشم و بگم که آقا من اگه نتونم با اینا حرف بزنم چی؟ میتونستم موقعی که رفتم اونجا چه بدونم گوگل ترنسلیت کنم بعد انگلیسی باشون حرف بزنم. مگه میشه؟ اصلا 1000 تا سولوشن مختلف وجود داشت. من حالا میگه خطا نکرده، بذار اینو بهت بگم تکنیکال یکم. روزی که من رسیدم اینو وردپرس کار میکردم. من لاراول دیولپر بودم. 2 تا مبحث مختلفن که خود میدونی. من اصلا دستم به وردپرس نخورده بود. خب بعد اینا سایت شرکت کاترپیلار رو شرکت به اون گندگی رو دادم به من چون نمیدونستم من این کار بلد نیستم. من اون سایت رو با نقاشی به اینا انتقال دادم. خب و اشتباه ساختمش کاملا غلط. از یه چیز اشتباهی استفاده کردم، از یه طولی، یه ابزار اشتباهی استفاده کردم که یه جایی از پروژه یه ریکوایرمنتی داشت که با این انجام نمیشد و یه قدمی اخراج بودم چون کاترپیلار بود. خب و داشتن 200 هزار دلار از شرکت پول میگرفتن که یه سایت وردپرسی بزنن و من فرداش باید تحویل میدادم. هیچ راهی نداشتم. فرداش باید تحویل میدادم. حالا نمیرم تو فاز تکنیکالش که چه مشکلی بود ولی داشتم به باد میرفتم، به خاک میرفتم. تنها چیزی که اونجا من نجات داد دوباره اسکیل رو آب موندن. شب بیدار موندم تو شرکت تو خونه تا صبح همون سایتی که درست کرده بودم با نقاشی از یه روش دیگه اجرا کردم، پیادهش کردم و تحویلش دادیم. یعنی که اشتباه کردم، پای اشتباه هم وایسادم، ازش یاد گرفتم و دوباره کار انجام دادم. چی شد نتیجهش؟ نتیجهش این شد که سری بعدی که می‌خواستم روی سایتی کار بکنم، روی وردپرس، اولین کاری که کردم گفتم که آقا من وردپرس بلد نیستم. یعنی فهمیدم که اینجا کامیونیکیشن مهمه. تو باید به اینا اطلاع بدی که آقا من اینا رو بلدم، اینا رو بلد نیستم. میتونم انجام بدم ولی باید بهم وقت بیشتری بدی. بهم باید بگی دقیقاً چی میخوای. میدونی خطا کردم، با سبک ایران رفتم جلو چون فکر کردم اینجا زیاد کار بکنی خوبه، سریع جواب بدی خوبه، فلان نشون بدی که من خیلی کار بلدم خیلی خوبه. بعد فهمیدم که آقا این اشتباهه. در واقع اینا از من نمیخواستن. اینا یه زمان دقیق میخواستن، یه پروژه تمیز میخواستن، از روش درستش میخواستن تو زمان درستش. ولی من به اشتباه با فرهنگ ایرانی کار کردم و راه اشتباه رفتم و یه قدمی اخراج بودم تو همون 2 هفته اول کارم. میخوام بگم میگی مثلا اشتباه کردن، مگه میشه اشتباه نکرد؟ قطعا اشتباه وجود داره و فقط باید بتونی اشتباهاتو جبران کنی زنده بمونی. همین اشتباه هم منجر به رشد میشه دیگه. از این یاد بگیری توی مراحل بعدی. درسته. اگه بخوای به یه سری
از مهارت‌های خیلی مهم سافت اسکیل اشاره کنی، چون این چیزایی که گفتی خیلی ارتباط نزدیکی داره به مهارت سافت اسکیل توی کمپانی و تیم. خیلی‌ها میگن که تیم ورک، یا مثلا وقتی که طرف توی رزومش مینویسه من تیم پلیر خوبیم، نمیدونم من تیم ورک بلدم، سافت اسکیلام اینجوریه و خیلی از این داستانه. بخوای اینا رو اشاره کنی، به چه مواردی میشه اشاره کرد که خیلی به رشد طرف توی تیم کمک میکنه؟ ببین من فکر کنم سافت اسکیل از هارد اسکیل مهمتره، این اول از همه. چون حداقل تو رشته ما مثل یه تیم فوتبال میمونیم، مثل یه تیم میمونیم، با همدیگه کار میکنیم. پس وقتی که به عنوان یه تیم داری کار میکنی، توی یه تیم همه نباید رونالدو باشن، همه نباید مسی باشن، یه سری آدمای دیگه هستن که اونا گل میزنن و اونجا سافت اسکیل خیلی مهم میشه، مهمتر از هارد اسکیله. میدونی حرفم چیه؟ مثلا توی یه تیم فوتبال کریستیانو رونالدو حالا مثلا کاپیتانه، ولی ممکنه یکی دیگه کاپیتان باشه، این فقط اون تو بازی میکنه. پس یه نفر باید این تیمو بچرخونه، یه نفر باید اینو مدیریت بکنه. یا مثلا آدمایی که اونجا هستن اگر اخلاق بدی داشته باشن، مثلا هم بازی کریستیانو رونالدو اگه پاس نده، اخلاقیات خوبی نداشته باشه، بخواد آدم تکرویی باشه، هر چقدرم که تکنیکی باشه، هر چقدرم که آدم قوی از لحاظ تکنیکال باشه، ولی به درد اون تیم نمیخوره. پس به خاطر همین من فکر میکنم که سافت اسکیل مهمتر از هارد اسکیله. موضوع اول. اینکه یه نفر صفر باشه ها، منظورم به اینه که اینکه تو خیلی برنامه‌نویس خوبی هستی ولی اخلاق نداری، اصطلاحاً بوق اخلاقی، 2000 نمیارزی. یعنی واقعا 2000 نمیارزی. خب این موضوع اول. اما چی برای من مثلا به عنوان سافت اسکیل؟ قطعا تیم ورک، و پیشنهادم میکنم اگر میخواین تیم ورکتون خوب شه بازی کنید، بازی‌های گروهی بکنید. من اینو خیلی دوست دارم. بازی گروهی هم دارم میگم، مثلا مثل دوتا، مثل کانتر استرایک بازی کنید، چون اینا نیاز به استراتژی داره، چون اینا نیاز به همکاری داره، نیاز به تیم ورک داره. به هر کی میگی نمیفهمه، ولی من از اون بک‌گراند میام. من دوتا بازی میکردم، ورلد اف وارکرافت و اینجور چیزا، و ما یه تیم 5 نفره بودیم. اصلا وقتی که شما دوتا رو بازی میکنن، کسایی که بازی کردن میدونن، تو یه درگیری 5 نفر آدم باید همزمان با همدیگه روی استراتژی دقیق و مرتب کار بکنن که بتونن یه درگیری رو ببرن. حالا توی همون کانسپت توی آیتی اتفاق میفته. شما همیشه بیهایند اسکیجولی توی آیتی، همیشه از ددلاین عقبی، همیشه باید تیم ورک بکنی، باید ماجیکات قاطی بکنی، میدونی رفتارهای تیم و همه اینا رو در نظر بگیری، کی قدرتش بیشتره، کی سرعتش بیشتره، کی تکنیکالش قوی تره، که بتونی یه چالشی حل بکنی. پس پیشنهاد میکنم اگر تیم ورکتون رو میخواین قوی بکنین، برید بازی کنید. این پیشنهاد منه، برای من اینجوری بوده، ولی معتادش نشید. نکته دومی که تیم ورک پس خیلی مهمه. نکته دوم برای من اخلاقه. چند تا دیولپر جدید هایر کردیم، یکیشون رو رسما فقط به خاطر اخلاقش دوست ندارم باش کار کنم، با اینکه برای من، نه اینکه برای من کار بکنه، ولی از من داره لید میگیره، دوست ندارم باش کار بکنم. یعنی فیلینگ خوبی نسبت به اون آدم نمیگیرم. من آدمیم که میخندم، شوخی میکنم، فرقی هم نمیکنه تو چه زبونی منو بذاری، انگلیسی باشه، ترکی باشه، فرانسه باشه، شوخی میکنم، میگم، میخندم، چون حال خوب آدما برام مهمه. یعنی کاره برام مهمتره. چرا برام مهمه؟ به خاطر اینکه من با یه آدمی که مثلا حال خوبی نداره چجوری میتونم کار بکنم. پس مهربون بودن، نایس بودن به نظر من سافت اسکیل خیلی مهمیه. من تو هر اینترویویی که رفتم لبخند زدم، خندیدم، خودم بودم، شوخی کردم، سر به سر یارو گذاشتم، میدونی، و این حس خوبی میده و تیم رو دور هم نگه میداره. من یه تجربه‌ای هم در رابطه با این اخلاقه دارم. با یه بنده خدایی کار میکردیم، تو اون پادکست دورادورم گفتم یه اشتباهی کردم، یه کامند اشتباهی دادم بهش، یه جایی رام بکنه و این یه رو الاف شد، تحت فشار بودیم، برگشت با یه اخلاق بدی به من چیز کرد. من دیگه دل و دماغ کار کردم با این آدمه نداشتم. پس به نظر من خوش اخلاق بودن، خوش رو بودن هم یه سافت اسکیله. سافت اسکیل فقط تیم ورک نیست، اینکه تو بدونی چه جوری بقیه رو تریت بکنی، بدونی چه جوری بقیه رو خوشحال نگه داری، موتیویتشون بکنی، هم موضوع مهمیه و کار سختی هم نیست، میدونی. و برای ماهایی که از یه زبان دیگه میایم، نیتیو نیستیم، یکم سخته و من یه تکنیکی برای این دارم، چون بیشتر مکالمات ما روی تکسته، حالا یا روی استک یا روی مایکروسافت تیم. من کاری که میکنم اینه که ایموجی استفاده میکنم.
یعنی من هر یه تکستی که می‌نویسم تهش یه ایموجی داره، به خاطر اینکه فیلینگ منو ایموجی بهتر از اون میکس میرسونه. میدونی مثلا ممکن من یه کلمه اشتباهی استفاده بکنم، با یه خانومی دارم صحبت میکنم، میخوام بگم من خیلی لذت میبرم از همکاری با تو. خب من اگه این همین جوری برگردم بگم، ممکنه یه کلمه اشتباهی بگم یا یه جمله اشتباهی بگم، این یه برداشت غلطی بکنه، بعد هم واسه اون دردسر بشه، هم برای من، هم اونو بیازاره، هم من ممکنه متوجه نشه. ولی ایموجی کلیرش میکنه. مثلا وقتی که داری چیز میکنی، میخوای بگی آقا من خیلی دوستانه دوستت دارم، داریم با هم دیگه مثلا مکالمه داریم، به یه خانومی، به یه آقایی، قلب زرد معنی فرندشیپ رو میده. میدونی این سافت اسکیلیه که میتونی یاد بگیری چه جوری کامیونیکیت کنی با اینا، با آدمای اطرافت به زبان خودشون، که اذیتشون نکنه، که بفهمن، که تو هم بتونی پیشرفت بکنی در کنارشون. یا مثلا اینا یه چیزایی دارن توی تکست، اگه بخواد بنویسه because مینویسه BC، وقتی بخواد بگه how are you R و U مینویسه. اگه بتونی اینا رو یاد بگیری و با زبون خودشون حرف بزنی، اینم سافت اسکیل خوبیه، به خاطر اینکه حس خوبی به طرف میده. پس برای من تیم ورک، اخلاق خوب و حل شدن تو اون کالچر، اصلا بتونی اداپت بشی با اون آدمایی که دور و برتن، با اون سیستم حرف زدنشون، با اون عرض کنم که نوع رفتارشون، اداپت بشی با اون آدما، خیلی سافت اسکیل مهمیه. خودت نباشی فقط بگی من میکائیل اندیشم با این پیش زمینه ذهنی، من مصطفی هم با این پیش زمینه ذهنی و من تغییر نخواهم کرد. نه، تو باید توی تیمت شکل تیمت بشی. اگر بیشتر آدمای تیم تو مثلا با یه فرمت رفتاری خاصی برخورد میکنن، تو اگه خارج از اون رفتار بکنی احتمالاً اذیت میشی، اونا هم اذیت میشه. پس یه سافت اسکیل دیگه میشه اداپت شدن با محیط اطرافت. اینا چیزاییه که من برای خودم به کار میبندم. ممکنه علمی نباشه، ممکنه اصلا تو دسته‌بندی سافت اسکیلم دسته‌بندی نشه، ولی اینا چیزاییه که من تلاش میکنم انجام بدم که بتونم محیط برای خودم و بقیه آرومتر و راحت‌تر بکنم. درسته. اصلا این از تجربه میاد دیگه، تجربه خیلی ارزشمنده. ما یه دونه پرینسیپال دیولپر داشتیم، خیلی نیروی فنی خوبی بود، ولی یه مشکلی که داشت، با پروداکت ارتباط نمی گرفت. از طرفی ارتباطش هم با بچه ها خوب نبود و نمیتونست با تیم کار کنه، خیلی تکرو بود. خیلی بهش فرصت دادن، چندین بار بهش فرصت دادن بیا این کارو بکن، ولی آخر سر کار به جای رسید که یکی از دیولوپرها که لولش هم از یعنی بعد از اینترنشیپ شده بود دیولوپر، توی جلسه عملا بهش گفت که من دلیل حضور شما توی تیم رو نمیفهمم، با وجود اینکه پرینسیپال دیولوپری من هر چیزی رو باید برات از صفر تا صد توضیح بدم، به خاطر اینکه شما نمیای با تیم کار کنی. و در نهایت منجر به اخراجش شد و دیگه نتونستن باهاش ادامه همکاری بدن، با وجود اینکه هم حقوق خیلی بالایی میگرفت، هم از لحاظ فنی هم خیلی خوب بود و این باعث شد که دیگه نتونن باهاش کار کنن. و این واقعا چیزی که گفتی کاملا صحیح و درسته، دمت گرم. نکته‌ای که هست در رابطه با بحث، چیزی که من خیلی شنیدم اینه که توی کشورهای توسعه یافته پروداکتاشون خیلی خوبه ولی از لحاظ فنی که بیایم اینا رو در نظر بگیریم، واقعا بچهای ایران، بچهای کشور خودمون حتی گاهی وقتا خیلی سرترن از لحاظ فنی. نمیشه مقایسه اینجوری انجام داد. منظورم اینه که ما چیزی کم نداریم، واقعیتش رو بگم، و خیلی از بچهای ایرانی هم هست که توی کمپانی خیلی بزرگ کار میکنن. اصلا یکی از بچه‌ها هست که جزو کور تیم نکست جی اس و ایرانی هم هست. منظورم اینه که خیلی اوکی از لحاظ فنی، ولی از لحاظ پروداکت اینجوری نیست. تجربه‌ای در این مورد داشتی که یعنی نظری داری در این مورد که دلیلش به نظرت چی میتونه که ما از لحاظ پروداکت به اون لول نرسیدیم؟ و من بهت میگم، البته من نمیدونم اون دقیقاً سوالات رو جواب میده یا نه، ولی این یک علامت سوالیه که من از روز اول که اومدم کانادا تو سر من هست. یعنی از روز اولی که اومدم کانادا تو سر من هست. دلیلش هم سایت ایبیه، دلیلش سایت آمازونه. اگر ندیدید ببینید، برید مقایسه کنید دیزاینو واسه ایبی و واسه آمازون رو با دیجیکالا مقایسه بکنید.
اصلا باورتون نمیشه که یه سایتی با این حجم فروش، با این ساختار، با این همه خدم و حشم و دم و دستگاه و اینا توی همچین نمایی داره ظاهر میشه. و این اولین سوال من توی کانادا بود که چرا آمازون این شکلیه. دلیلش خیلی ساده است. اینا پرفکشنیست ندارن. اینا در مورد یه چیزی پرفکت فکر نمی کنن. اصلا علت این که ما تکنیکال قوی داریم یه وقتایی به خاطر اینه که خیلی پرفکشنیستیم. یعنی همش داریم فکر کنیم که بهترین چیز ممکنه بسازیم و این سد راه هممونه. یعنی برای من که هست. من وقتی که واسه یه کمپانی اینجایی یه وبسایتی یه چیزی درست میکنم خیلی سریعم. وقتی برای خودم درست میکنم خیلی کندم. یه چیزی وجود داره دیگه. دلیلش اینه که من میخوام یه چیزی بسازم که مولا درزش نره. و این اون چیزیه که اینجا اتفاق نمیفته. اینجا اگه به دیوارا دست بزنی میزنم گوش کنید. دیوار خالیه. توش چی نیست. روش یه دیوار پیش ساخته است. نه اینکه دلیل مهندسی پشتش نیست، قطعاً هست. ولی دومین سوالی بود که بعد از آمازون تو سر من اومد. چرا پشت دیوار خالیه؟ میگیری چی میگم؟ یعنی اگه ایران بود، اگه این دیوار پشتش آجر نبود، اگه این دیوار محکم نبود، این دیوار نبود. ولی تمام خونه‌های کانادا و آمریکا احتمالاً هلند هم از این دیوارهای پیش ساخته است. بهش میگن درای وال. یه دیوار گچی پلاستیکی طوره. خیلی هم محکمه. من یه چیزایی رو این واسه کردم که حتی خودم هم باورم نمیشه. میخوام بگم ما به چیزی که فکر میکنیم too much thinking. ما به این فکر میکنیم که چجوری میشه یه چیزی ساخت مولا درزش نره. اینجا اونجوری کار نمیکنه. اینجا باید اول یه چیزی کار بکنه، بره جلو، قل بخوره، پول در بیاره، بعد برای خوب بهتر شدنش فکر میکنن. و خیلی وقتا اصلا نیازی نیست بهتر بشه، چون نیاز مشتری نیست. یعنی نیاز مشتری قشنگ شدن وبسایت آمازون نیست. نیاز مشتری ارزون شدن چیزیه که روی آمازون داره به ارائه گذاشته میشه. نیاز مشتری اطمینان خرید از آمازونه که اگه من خریدم خوب نبود برش گردونم. اینجا چیزی که باعث میشه که پروداکت‌های ما به نتیجه نرسه، نظر شخصی ها، من بعد چند ساعت فکر کردم به این نتیجه رسیدم. اینجا باید بسازی، راش بندازی و بفروشیش و تلاش کنی که مشتری تو راضی نگه داری، چون بازار رقابتیه. و چیزی که تکنیکالش خوب باشه، نمیدونم پروداکتش خوب باشه، معنیش موفقیت نیست. معنیش یعنی که شما نرودان کردی مشتریاتو و برای شروع شما مشتری کم نمیخوای، مشتری زیاد میخوای. مثال میزنم، شما اگه بخوای بریم مثلا از لحاظ انجینیرینگ ماشینا رو نگاه کنی، میگی بوگاتی خیلی ماشین خوبیه به خاطر اینکه خیلی سرعت بالایی میره و از لحاظ تکنیکالش خیلی خفنه، خیلی انجینیرینگ شده است، خیلی باحاله. چند تا بوگاتی در سال میفروشن. حالا بیا برگرد عقب، بگو مثلا کیا چند تا ماشین کیا میفروشه. کی بیشتر پول در میاره؟ محبوب ترین چیز هلند هم شد کیا. میگم کی بیشتر پول در میاره؟ قطعا کیا، هوندا. پس این که نه که کیا و هوندا بد باشن، حرفم این نیست، اونا تو لول خودشون چیز خفنی هن. ولی مطمئناً روز اول اینا اون بنز رو هدف قرار ندادن، لامبورگینی ها هدف قرار ندادن که کیا رو بسازن. اینا کیا رو ساختن، اینا هوندا رو ساختن، نه اینکه بنز بخوام بسازن، بی ام دبلیو بخوام بسازن. ما اشتباهمون اینه، ما دنبال بالاترین چیزی که تو مارکته میگردیم، چون فکر میکنیم که دلیل اونجایی که اونجاست اینه که تکنیکال خفنی داره، ویو خفنی داره، پروداکت خفنی، فیچر زیادی داره. هیچ کدوم از اینا نیست به نظر من. اصلا حرف قشنگی که من شنیدم این بود که یکی از بچه‌ها، نمیدونم توی کدوم پادکست بود اینو شنیدم، خیلی باحال بود. گفت وقتی که من یه پروداکتی میسازم، بر اساس فیدبک هایی که میگیرم، مثلا میبینم یوزر داره استفاده میکنه و اوکی، از این بین مثلا چند تا میان میگن این باید این فیچر رو داشته باشه، باید این فیچر رو داشته باشه. یه جواب خیلی ساده است، این پروداکت واسه تو نیست، چون داره تجربه رو واسه یوزرهای دیگه هم داره جواب میده، به اون نتیجه که میخوام میرسه. شاید در آینده این فیچر اضافه بشه، ولی در حال حاضر
من روی بهبود یوزرهای فعلی و اون پروداکت فعلی دارم کار میکنم. یه چیزی بگم وسط کلامت قطعت میکنم، ببخشید. خواهش. من حتی این جوابم قبول ندارم. چرا؟ بذارید بگم چرا. دلیلش اینه که اینم جواب ایرانیزه است. میدونی حرفم چیه؟ یعنی که برو جای دیگه بخر. آره خب ولی اگه بر اساس نیاز مشتری بیای فیچر اضافه کنی بعدن فاجعه اون که میشه. اصلا هیچی، اون که من اینجام تجربهشو داشتم، اون که اصلا کار تمومه، خداحافظ، برید بیرون. خب ولی باید نیاز مشتری تو، یه مثال معروفی هم داره یکی از این دیزاینرهای اپل در موردش میگه، خود استیو جابز گفته، حالا دقیقاً کتش یادم نیست، ولی یه تو این مایه‌است که مشتری نمیدونه چی میخواد. خب تو باید بدونی مشتری چی میخواد، اون که بحث جداییه. ولی اینجا میدونی چه جوریه؟ اینجا همه چی رقابتیه. من الان مثلا از یه پرووایدر موبایلی دارم استفاده میکنم و واقعا میخوام پلنمو عوض کنم برم یه پرووایدر موبایل دیگه، چون پول زیاد میدم، هم که یکیشون داره یه آفر خیلی خوب روی آیفون 15 میده، میخوام برم یکی دیگه. من اگه به اون زنگ بزنم برگردم بگم که مثلا فلانی که من از تو دارم سرویس میگیرم بهمانی داره به من فیچر میده، یه همچین چیزی میده، یه همچین آفر میده، فکر می‌کنی میگه برو با اون بگیر؟ میگه بمون کم میکنیم برات، برای اینکه مشتری هزینه است. میدونی حرفم چیه؟ من تو اینو با چشم دارم میبینم توی میلچیم، بخاطر اینکه ما رقیب داریم. مشتری مهمه. ما فیچرایی و قیدشو زدیم و چیز کردیم که مشتری راضی نگه داریم که حتی باورت نمیشه. حالا من نمیتونم همه چی رو اینجا بگم، ولی میخوام بگم که اون رفتار ایرانیز است. اینجا میدونی چی کار میکنه؟ اینجا برمیگرده میگه آره متاسفم ما واقعا این فیچر رو نداریم، تیم دیولپرمون داره روش کار میکنه، مرسی که این پیشنهاد به ما دادید، حالا اگه راضیت نمیکنه میخوای یه درصدی تخفیفت بدم. آره درسته، برمیگرده به اون نحوه کامیونیکیشن و اون اسکیلی که بخش ساپورتمون باید داشته باشه با مشتری. این استراتژی کلی کامپنیه. کاستومر سرویس یعنی کاستومر تو باید هپی باشه. کاستومر تو با پول هپی میشه، نه اینکه بگم با پول هپی میشه. ممکنه بتونه قید یه سری چیزاشو در ازای یه پلن بهتری بزنه. من میخوام موبایل بگیرم، نمیخوام ماهی $40 اضافه بدم. پرووایدر موبایلی که میخوام برم روش میدونم آنتن دهی ضعیفه، ولی میگم من بیشتر زندگیمو پشت همه کامپیوتر همینجا تو این اتاق میرم، اگه تو این نقطه آنتن بده برای من کافیه، من نمیخوام ماهی اضافه تر بدم. خب حالا اون یکی پرووایدر موبایل داره میگه من 5G دارم، انقدر گیگابایت اینترنت دارم، فلان دارم. آقا من اهمیت نمیدم، برای من مهم نیست. من نمیخوام ماهی $20 اضافه تر بدم. میتونی اون $20 از من کم بکنی؟ میتونی یه دونه آیفون 15 با اونی که داره به من میده بدی؟ اگه نمیتونی قربون شما، خدا حافظ، من اینجا زندگی میکنم، من تو این اتاق دارم زندگی میکنم پشت این کامپیوتر، ماهی $50-60 هم دارم پول موبایل میدم. اگه تو نتونی برای من بسازیش، من میرم یه جای دیگه. اینجا بازار اینجوریه. اینجوری نیستش که تو برگردی بگی آقا مثلا این اونجا آنتن نمیده فلان نمیده. 1000 نفر 1000 تا چیز مختلفو دارن ارائه میدن. تفاوتی که من اینجا میبینم اینه، یه چیزی رو میسازن در 99.99999 الی آخر 9 پرفکت نیست. حتی گوگل هم پرفکت نیست، حتی آمازون و اپل هم پرفکت نیستن، باگ دارن. فیسبوک افتضاحه نگم براتون. همه اینا ساختن، فروختن و کاستومر سرویس دارن. اینجا بخشی از زندگی کاستومر سرویس. علت این که شما میای تکنیکالت قویه به عنوان انجینیر، از ایران میای و همه چی رو میدونی، بعد میای اینجا شاک میشه که این آدمو چرا انقدر تکنیکالشون ضعیفه. اینه که اینجا تکنیکال اون سنگ بستر ساختن یه نرم افزار یا یه چیزی نیست. اینجا هپی بودن مشتری، اضافه کردن مشتریه. اینه که تو نمیتونی اون چیزو بیاری اینجا بگی آقا مثلا میخونه یا نمیخونه. چون من خودم میگم یه سایت $200,000 با وردپرس ما فروختیم به کاترپیلار. اصلا برو ببین تو مخیلت میگه اونجا ایها الناسی که شما دارید وردپرس میزنید چقدر پول میگیرید یه دونه سایت وردپرس بزنید. من فکر میکنم همین الان با 500 تومن 1 تومن تو ایران میزنن. 200 تومن حاجی. 200 بیا خدا خیرت بده. 200-300 هزار دلار، یعنی یه چیزی نزدیک 5-6 میلیارد تومان. میخوام بگم که چرا کاترپیلار این کارو میکنه؟ بخاطر اینکه کاترپیلار نمیتونست برنامه‌نویس بگیره، پولش نداشت، نمیتونست خودش اجرا بکنه. کاستومر سرویس.
یه سوال حالا که به اینجا رسیدیم، خیلی‌ها سوال میپرسن خب الان کمپانی‌های خارج از ایران از چه فریمورک‌ها، چه زبونی، از چه چیزی استفاده میکنن. خیلی‌ها فکر میکنن که من باید برم نمیدونم فلان چیز رو یاد بگیرم تا بتونم اپلای کنم واسه شرکت‌های خارج از ایران و این داستانا. الان شما اگه بخوای به صورت کلی بگی توی کمپانی شما که کمپانی خیلی بزرگیه، چه فریمورک‌ها و زبان‌های استفاده میشه؟ آیا واقعا PHP از رده خارج شده؟ چیزی که خیلی‌ها میگن PHP نمیدونم چی میشه، لاراول نه بابا نمیخواد، باید سیمفونی کار کنی و فلان این داستانا، یا جاوا اسکریپت و ریاکت و این داستانا. چجوریه داستان؟ ببین اگه من بخوام ساده بهت بگم، تکنولوژی، هیچ نوع تکنولوژی که شما میخوای روش کار بکنی به نظر من هیچ اهمیتی نداره. بازه حقوقی اینا یه تلرانسی داره ولی انقدر شدید نیست. مثلا ممکنه که یه نفر که جاوا کار میکنه یه درصدی بیشتر بگیره ولی اونی که مثلا داره PHP کار میکنه یه درصدی پایینتر بگیره، یا بالعکس. اولا که به اسکیل مذاکره سالاری شما بستگی داره که چه جوری بتونی مذاکره بکنی، چقدر پول بگیری، اون شرکت چه سیاستایی داشته باشه، به هزار تا چیز. سادهش اینه که ما همه چی داریم. چی میخوای؟ ما PHP داریم، C# داریم، نمیدونم گو داریم، جاوا داریم. اصلا مایکرو سرویس اومده که همین حل بکنه دیگه. اگه تو مثلا یه بخش یه هدفش اینه، تو اگه قرار باشه من فقط با PHP برم جلو، خب یه جای PHP ضعیفه، میرم رو پایتون مثلا تو هوش مصنوعی، چه بدونم بخوام یه چیز قوی تری باشه میرم فلان کار. همه جا دستم بازه برای اینکه خودم تصمیم بگیرم چه کار میکنم. اینجا به نظر من توی آگهی‌های شغلی میزنن که جاوا اسکریپت بیشتر میخوان یا ویو بیشتر میخوان یا PHP میخوان، ولی تو اکثرشون هم که باز بکنی مثلا نوشته Object Oriented Languages، بعد جلوش زده C# PHP نمیدونم جاوا فلان 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 فلان، لیست کرده تو یکی از اینا سررشته داشته باشی و پس دوباره به معنی این نیست که همه رو بلد باشی. منظور اینه که این مفهومه رو بلد باشون، object oriented. کسایی که واسه گوگل، آره دقیقاً، کسایی که واسه گوگل و نمیدونم فیسبوک و آمازون و اینا اپلای کرده باشن، اولش ازت میپرسه زبان برنامه‌نویسی که میخوای انجام بدی چیه. اما اولش بهت میگه زبان برنامه‌نویسی که تو چی دوست داری، تو چی دوست داری انجام بدی مسئله رو، چون فوکسش رو زبان نیست، فوکسش رو حل مسئله است. آره خب براش اهمیتی درسته. نداره تو چه زبانی بلدی، میخواد ببینی تو این مسئله رو میتونی حل بکنی یا نه. حالا من شنیدم، مطمئن نیستم، و حتی تو گوگل و اینا مثل این که خودشون زبان برنامه‌نویسی خودشونو دارن. آره الان گولنگ همونه دیگه. گولنگ رو گوگل اول واسه استفاده شخصی خودشون داشتن و بعد اینو پابلیکش کردن، اوپن سورس شد و الان داره حتی رشد فراتر میکنه. از اون یه جای دیگه مثلا بعضی چیزها رو خودشون یه فریم ورک، یه زبانی بر خودشون دارن و به دلایل خیلی زیادی، امنیتی فلان و اما کوفت زرمار، هزار تا چیز داره، میخواد آدما رو نگه داره، هزار تا کار داره، ولی براش اصلا مهم نیست تو اینو میفهمی یا نه. مهم اینه که تو بفهمی برنامه‌نویسی چیه. این معنیش این نیست که نرید یه چیزی یاد بگیرید فوکس بکنید روش. نه، منظور اینه که نگرانی اونجا نیست که شما چی یاد میگیری، چه زبانی یاد میگیری، چه جوری حرف میزنی. مهم اینه که با چه زبانی حرف میزنی، مهم اینه که چه جوری حرف میزنی. بلدی استراکچر حرف زدن و بلدی مثلا یه زبان جدیدی یاد بگیری، بلدی بیفتی توش، بلدی مثلا یادش بگیری، اهل اون آدمه هست، اون آدمه هستی که اهل اینجور کارا باشه یا نه. اینا هم منم خیلی میپرسن و جای حرفم خیلی داره، ولی سادهش اینه که نه PHP مرده، نه جاوا خوبه، نه گو خوبه، نه پایتون خوبه. همشون برای یه نیازی هستن و یه ابزاری هستن. میتونی بگی همشون یه ارزشو دارن، میتونی بگی مثلا بعضی 5% بالاترن، بعضی 5% پایین‌تر، ولی همشون توی یه لولن تقریبا. درسته. یه سوال دیگه، شما توی تیم پروسه نالج شیرینگتون به چه صورته؟ چیزی که من اینجا میبینم اینه که اینا خیلی ساده و راحت و بدون هیچ حسادتی هرچی که بلد هستن رو شیر میکنن. یعنی یه جورایی این توی کالچرشونه. توی شرکت شما به چه شکلیه؟ اصلا پروسه ای دارین واسه این کار؟ یعنی حالت نالج شیرینگ و اینا؟ ببین میتینگایی که خیلی زیادن، میتینگای مثلا راوند تیبل که میشینن در مورد یک کانسپتی حرف میزنن، آپ تو میخوای بری برو، نمیخوای نرو. ولی اگه توی تیم بخوای بگی، ما توی تیممون انقدر کار زیاده سرمون که معمولا نمیرسیم بشینیم در مورد یه تاپیک جدیدی صحبت بکنیم. مثلا میگم من امروز فلان ویو رو یاد گرفتم، بیایم بهتون بگم ویو چیه. یه همچین چیزی نداریم.
ما نداریم ولی خیلی‌ها دارن. ولی مثلا گفتم میتینگایی هست که توی شرکت مثلا میان چیز میکنن، یا مثلا یه مبحثی هست ما داریم که فکر کنم همه شرکت‌ها دارن، سالی یه بار اتفاق میفته، یه حالت بوتکمپ تور استارتاپی، مثلا میرن یه مشکلی از کمپانی رو حل میکنن، تیم‌های مختلف با هم دیگه میکس میشن و آدما میرن روی مشکلی کار میکنن یا یه چیز جدیدی رو معرفی میکنن. حالت هکاتون. آره هکاتون تور اسمش هم یادم رفت، اصلا تو اسم خوب نیستم ببخشید، ولی مربوط به شرکت ماست، اصلا اسمش بیرونم کارایی نداره، تو شرکت ماست. بعد عرض کنم که مثلا سالی یه بار دو بار اتفاق میفته، میشینن خیلی وقتا باگ هم درست میکنن رو پروداکشن، ولی میرن چیز میکنن، خب نالج تیم‌های مختلف با هم دیگه شیر میشه، به خاطر اینکه این آدما با هم دیگه میکس میشن و میان چیزای جدید مثلا تو تیم استفاده میکنن. خیلی اینو تجربهش داشتیم. در مورد تیم خودمون ما یه چیزایی داریم، میتینگایی داریم به صورت 2 هفته یه بار 2 تا میتینگ داریم که بخشی در واقع از اسکرامه. میایم کارهایی که توی اون اسپرینت قبلی انجام دادیم و با بقیه شیر میکنیم. من رو چی کار کردم، چی درست کردم، این نتیجهشه. حالا بعضی وقتا کده، بعضی وقتا یه داکیومنته که مثلا یه تحقیقی کردم، بعضی وقتا یه چیزیه که کامل ساخته شده و اصلا رو پروداکشنه، بعضی وقتا هم فقط یه حرف زدن خیلی ساده است. یه میتینگمون اینه 2 هفته یه بار که مثلا شیر بکنیم من رو چی کار کردم، چی رو یاد گرفتم، شما هم ببینید، نظری دارید بگید. یه میتینگ دیگه هم هست ما داریم بهش میگیم انج QA سینک. میریم در مورد مشکلات آینده یا تکنولوژیایی که میخوایم حرف بزنیم صحبت میکنیم. این اسپسیفیکلی برای تیم ماست که میشینیم در مورد مثلا مشکلات آینده حرف میزنیم که چجوری میتونیم حلشون بکنیم، یا اینکه مثلا مشکلی که داشتیم الان نیاز داریم بهش فکر کنیم با هم دیگه، و هر کسی میاد تجربیات و گذشتهشو میگه و نظرشو میگه، بعد تبادل نظر میکنیم تا جایی که بتونیم و بعد میریم روی اون کار میکنیم. اتفاقا الان یه ریفکتوری سر راه داریم، هم 2 هفته پیش صحبت همین بود که چی کار میخوایم بکنیم. این روشیه که ما نالجمون رو شیر میکنیم، یا اگه مثلا کسی چیزی پیدا بکنه توی استک چنل اینا میذاره. اما اگه منظورت از لحاظ چشم و همچشمی و حسادت و ایناست، نمیگم نیست، هست، ولی به خاطر اینکه استراکچر شرکت ها، به خاطر اینکه استراکچر جامعه جور دیگه ای چیده شده، این اتفاق نمیافته. خیلی وقتا آدما اصلا تمایل به بالا رفتن ندارن، بلکه مسئولیت بیشتری میاره. به خاطر همین طرف اصلا نمیاد، براش فرقی نمیکنه تو یه چیز جدیدی یاد بگیری که از اون بیشتر باشه یا نباشه، اون اونجایی که میخواد هست، نمیخواد تکون بخوره. اصلا دلیلی نمیبینه که از سنیور دیولپر مثلا بشه تکلید یا بشه استاف یا بشه منیجر. همون جایی که هست خوب، 20 سال سنیور دیولپره و از جایی که هست راضیه. بخاطر همین هر چی هم داشته باشه به تو میده، اصلا براش فرقی نمیکنه. میگه تو میخوای بری بالا، این نردبون برو بالا، کار ما رو راحت میکنی، من نمیخوام ریسپانسیبیلیتی بگیرم. رقابت هستا، ولی رقابت این شکلی تعریف نمیشه. این نوع رقابت فقط تو جاهای اجرا میشه که مثل ما، مثلا کشورهایی هستن که نتونستن این کار انجام بدن و شاید هم دلیل پیشرفت نکردن اون همینه، چون به نظر من نالج فقط جایی رشد میکنه که شیرش بکنی. آمریکا رو نگاه کنید، میتونست اینترنت رو برای خودش نگه داره. میگه آقا اینترنت یه چیزیه مال من، نمیدم به که. اگه دست چینی‌ها بود این کارو میکردن اینترنت مال منه، به کسی هم نمیدم. چه اتفاقی تو دنیا میافتاد؟ ببین 50 سال کلا این تکنولوژی معرفی شده دیگه. 20 سال 30 سال طول میکشید که بقیه کشورهای دنیا بفهمن چه خبره. 20 سال بقیه دنیا طول میکشید تا بتونن به این تکنولوژی حداقل دسترسی پیدا کنن. آقا تلفن همراه، نمیدونم فلان بهمان، طول میکشید. یعنی الان دیگه من تو قابلیت حرف زدن با هم دیگه رو نداشتیم چون دنیا عقب‌تر بود. ولی وقتی شیرش میکنی، کسای دیگه هم میرن روی این کار میکنن، رشدش میدن، بهترش میکنن، برش میگردونن به خودت. من اگه توی یه تیمی نشستم مثلا در مورد ویو حرف میزنم، مثال میزنم چون تازه یاد گرفتم، میگم بیام بگم من اینا رو یاد گرفتم، بعد حالا یه نفر بره 2 صفحه بیشتر از من بخونه و چون من این تخمش رو تو سر اون کاشتم، درخت اون بزرگتر بشه. وقتی که این گیاه رشد کرد، این تخم رشد کرد، خب میاد 2 تا میوه به من میده، 2 تا چیزا من یاد میگیرم. اگه من این کارو نکنم، اینو شیر نکنم با اون، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. این فرهنگ غلطیه که ما توی جامعه یاد گرفتیم. اصلا از بچگی و از مخصوصا با اون رقابت مسخره‌ای که به اسم کنکور داریم، یه حالت
که خیلی غلطه به اسم حسادت رو توی ما کاشتن که اصلا طرف واسه کنکور، من خودم اینجوری بودم دیگه، بچه بودیم دیگه نمیدونستیم که وقتی که سورسی که میخونی رو با بقیه شیر نمیکنی، چون یه رقابت ناسالمی هست که هیچکی بر اساس صلاحیتی که داره به اون چیزی که باید برسه نمیرسه و این برمیگرده به اون بحث سیستم آموزشی که داریم که امیدوارم در آینده درست بشه. و این جامعه هیچ وقت پیشرفت نمیکنه، چون هیچ کی من حتی بهتر باشم همیشه تا ابد بهترم دیگه. چه دلیلی داره خودمو بهتر بکنم؟ تنها دلیلی که باعث آره. من خودمو بخوام حتی بهتر بکنم اینه که احساس ضعف کنم نسبت به تو، یه پله حتی برم بالاتر. تو یه احساس ضعفی نسبت به من بکنی، یه پله بری بالاتر. این رقابت ایجاد میشه، بعد باعث رشد میشه. همین رقابت پروداکت هم همینه دیگه مصطفی. الان نگاه کنی، دلیل اینکه یکی از چیزایی که میشه بهش اشاره کرد همینه، پروداکتاشون چرا اینقدر خوبه؟ چون پروداکتاشون دارن با هم رقابت دارن و فقط یه دونه نیست که بگی فقط منم، حالا دلت بخواد نخواد. آره، انحصاری نیست دیگه و این رقابت باعث میشه اون پروداکت هی کیفیتش بهتر بشه، چون اون یکی داره سرویس بهتری میده. بله، این آپارات رو داریم میبینیم تو ایران دیگه. دمتون گرم، خیلی آره سرویس خفنیه، ولی هر موقع که بازش میکنی 23 دقیقه بعد وایسی لود شه. خب، دقیقاً. چون کسی آره نیست که بخواد باش کامپیت بکنه، که دلیلی نداره آره رشد بکنه. اگه آره یوتیوب وارد بازار ایران بشه که شده، اون موقع اونا دیگه باید بهش فکر بکنن. و همینه دیگه، میگم رقابت سالم وجود نداره. رقابت سالم هم وجود نداشته باشه، پیشرفت وجود نداره. درسته. آقا مرسی، دمت گرم. به عنوان سوال آخر، مرسی که من که بسی لذت بردم و خیلی چیزا یاد گرفتم. اگه شما بخواید یه پیشنهادی به کسی بدید که حالا میخواد این پروسه سافتور انجینیر شدن رو بره، حالا فرانت اند، بک اند، چه زبونی مهم نیست، ولی این پروسه رو میخواد بره، چه پیشنهادی واسش داری؟ و در نهایت اینکه این مسیر رو بره، حالا پیشنهاد میتونه چه از لحاظ مایندست باشه، چه میتونی از لحاظ بعدش سورس، کتاب، پادکست یا فیلمایی که هست بخواید معرفی کنید. خدمت شما عرضم که من تو این قسمت خیلی ضعیفم، برای اینکه خودم از روی سورس جلو نرفتم. من فکر میکنم که چیزی که مهمه برای سافتور دیولپر شدن انگیزه است، خواستن، مثل هر کار دیگه. باید بخوای این کار انجام بدی. گوگل اون زمان که، حالا من که شروع کردم گوگل بود، ولی قبل از ما کسایی که شروع کرده بودن 20 سال پیش گوگل هم نبود. اونا تو کتابا پیدا میکردن و اونا هم پیدا میکردن. کسی هم نبود به اینا بگه کجا برو پیدا بکن. در نتیجه اون کسی که دنبال پیدا کردن مسیره، یه گوگل سرچ ساده، چت جی پی تی بپرس ازش 1000 تا ریسورس بهت میده، از منم بهتر میده، از هر کس دیگه ای هم بهتر میده. من نمیتونم ادوایس بدم بگم این کتابو بخون، اون کتابو بخون، ولی من چیزی که میتونم بهتون ادوایس بدم اینه: یه تست ساده در رابطه با سافتور انجینیرینگ بزنید برای خودتون. تست ساده هم نمیگم برو تست روانشناسی پیدا کن بزن. خب من معمولا کسایی که میخوان این کار رو انجام بدن این امتحانو باشون میکنم. من ازشون میخوام یه صفحه HTML ساده درست بکنن. خب روی مثلا یه براوزری، روی جای چک بکنن. بره WTR Schools و فقط HTML و CSSش بخونه، سعی کنه یه صفحه ساده بزنه. و آدم بعد از رفتن این مسیر میفهمه که آیا مال این کار هست یا نیست. دلیلش اینه که قطعا اونجا به باگ میخوری و باگو باید فیکس بکنی. و اگر حوصلت نشد باگو فیکس بکنی، اگر حوصلت نشد مشکل پیدا بکنی، بدون که مال این کار نیستی. و پول انگیزه خوبی نیست. من همینو میتونم بهتون بگم. پول انگیزه خوبی نیست. مثال میزنم برات. سوار بوگاتی شو توی یه جاده که همش دست اندازه. آیا از مسافرتت لذت میبری؟ قطعا نه. وقتی که پولدار هم باشی توی یه جاده پر از دست انداز رانندگی بکنی، از این دست انداز ریزا هم هست که غرر میکنه روش میری، عمرن لذت نمیبری. حالا سواری یه پراید ساده شو، یه جاده صاف. چقدر بهت حال میده؟ حالش بیشتره. به کار که وقتی فکر میکنی نباید به 5 سالش فکر کنی، نباید به 10 سالش فکر کنی، باید به طول عمرت فکر کنی. بگی من 30 سال تو این کار میخوام بمونم. اگه 30 سال قراره بمونم، 30 سال رانندگی توی دستانداز رو ترجیح میدم که دوستش ندارم، هر روز اعصاب خوردیه، هر روز ناراحتیه، هر روز چالشه، هر روز دعواه،
و مطمئن باش تو این مسیر 100 بار پنچر میشی، 100 بار گرفتار میشی، میزنی بغل. یا اینکه میخوام یه مسیر ساده و راحت رو برم. اگه واسه پول داری میای سمت برنامه‌نویسی، خبر بعد اینکه ما هم نمیدونیم 2 سال دیگه کار داریم یا نه. و با تشکر از AI. پس نمیتونم بگم برو تو اون کار. ولی اگه دوستش داشته باشی زنده میمونی. اگه دوستش داری بیا، اگه دوستش نداری نیا. میخوای تستش کنی ببینی دوستش داری یا نه، ساده ترین چیز اینه که یه برنامه خیلی ساده بنویس، چون توش بهش مشکل میخوری. یعنی شروع کن، بپر توش، حالا یا با C++ یا با چه بدونم HTML و اینا رو میگم به خاطر اینکه اینا اجرا کردنش ساده تر از PHP و نمیدونم جاوا و فلان و ایناست. یه چیز ساده ای که تو بتونی مثلا تو یه روز یه چیزی بر خودت درست بکنی ببینی. ریسورسش هم زیاده، یکیش W3 Schools. به نظر من اونجا نقطه شروعه. اگر دیدی باهاش حال نمی‌کنی، اگر دیدی به چالش میخوری و چالش اذیتت میکنه، نمیتونی پای چالشت وایسی، خداحافظی کن برو. این آقا میکائیل که اینجا میبینید، من سر یه ارور 2 روز نگرش داشتم ولی پاس صفر وایساده. ارور یه کلمه ای که خودم میدونستم ایرادش چیه، ولی خودم هم 2 روز سرش خورده بودم، ایشون هم 2 روز گذاشتم سرش موند، بخاطر اینکه من میفهمیدم این میخواد این کار انجام بده یا نه. و یه کلمه هم من نپرسید، 2 روز کار کرد و پیداش کرد. برنامه نویسی 90% اسکیلش اینه که تو صفر تا سقف وایسی پای اون چیزی که میخوای اجراش بکنی و توان هندل کردن استرس رو داشته باشی، چون این کار پر استرسیه. برخلاف این که میگن استرس نداره، یه مثالی هم داره، یه عکسی یارو پیر شده میگه من 25 سالمه و دیولپرم، تو اینترنت زیاده. اینو تست کن. اگر نمیتونی به خاطر پولش نه، پولش موندگار نیست، میخوای ببینی چیه، ریسورس میخوای ببینی فلان ببینی، ریسورس تو اینترنت زیاده، از چت جی پی تی بپرس، از من نپرس، راهنمایی بهتری میکنه. تنها راهنمایی که من میتونم بکنم اینه که یه دونه نرم افزار، یه چیز کوچیک پیدا کن برای خودت، یه ماشین حسابی که بگه 2 به علاوه 2 بشه 4. این اولین برنامه‌ای که خود من نوشتم، 2 به علاوه 2 بشه 4 و 2 دور خونمون دویدم به خاطر این کار که تونستم بگم 2. تازه هارد کد بوده، چیزی هم نبوده. یعنی گفتم 2 به علاوه 2 مساوی است با 4، اینو تو خروجی نشون بده. و 2 دور خونمون 2-3 دور چرخیدم، داد زدم که همچین کاری کردم. اگر تونستی اینو اجرا بکنی و بهت حال داد، بسم الله. اگر بهت حال نداد، وقتت نذار، کار زیاد. حس خلق رو به آدم دست میده، که اون حسی که تو یه چیزی رو خلق میکنی خیلی با ارزشه. الان این شما خیلی سادهش کردی اینو، واقعا هم بهترین روشه. خیلی ادوایس خوبیه، دمت گرم. من یکی از بچه‌ها که اینجاست داره یاد میگیره، که الان فکر کنم پروسش رو طی کرد. یه کمپانی هست به اسم هک یور فیوچر که اونجا طرف میره اپلای میکنه و بهش 6 ماه ادویکیشن رایگان میده، حتی بهشون لپتاپ هم میده و اونم به خاطر اینکه دولت ساپورتشون میکنه و یه نیروهایی رو در واقع آموزش میده. ولی پروسه اینکه قبولت کنن اپلای میکنی، اصلا طرف من دیدم خودش یه وبسایت کامل با HTML CSS پیاده سازی کرده بود، بعد نمیدونم ریاکت رو تا حدودی یاد گرفته بود، جاوا اسکریپت رو یاد گرفته بود، بعد از 3 بار اپلای چیز شد، اکسپتش کردن. اونم خودشون پروسه‌شو داشتن، یکی میخواستم طرف ببینن چقدر سمجه، چند بار اپلای میکنه تا بهش برسه، و اونایی رو برمی داشتن که اون سمجی و اون یادگیری و اون سلف استادی و اون پرابلم سالوینگ رو داشتن و در نهایت هم گفتن اوکی. حتی مثلا وقتی که قبول شد بعد از 3-4 بار اپلای کردن، خودشون بهش گفتن اگه لپتاپ نداری لپتاپ هم بهت میدیم، یعنی در اون حده. و الان هم خیلی عالی داره رشد میکنه و دارن بهش یاد میدن. آره دقیقا همینه دیگه. هیچ کاری به نظر من توی دنیا غیر از این نیست، فقط برنامه نویسی نیست. تو هر کاری که پزشکی، آقا تو میخوای بری دل و روده یارو رو بیاری بیرون دیگه، از اون پول بیشتر ساختن که وجود نداره که. تو میخوای دل و روده یارو رو بیاری بیرون، میتونی؟ خون ببینی قش نمی‌کنی؟ ها، دوست داری آدما رو حالشون رو خوب بکنی، ولی به پول انگیزه نیست. نمیگم بده ها، من خوشحالم از اینکه برنامه نویسم و پول خوبی در میارم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. ولی من آدم خوششانسی بودم که علاقه‌مندیم در مسیر چیزی بود که پول خوبی در میاد. میتونست نباشه،
و من از این ماشینی که سوارم تو این جاده صافی که دارم میرم لذت میبرم چون دوستش دارم. ولی شما اگه نکنی، من زیاد دیدم آدمایی که علاقه‌مند نیستن، تو شغلشون گیر کردن، هر روز در حال تلاشن. گرچه که یه برنامه‌نویس همیشه یه دونه استارتاپ داره، اینو یادتون نره. یه برنامه‌نویس با یه ایده استارتاپی به دنیا میاد و با همون ایده استارتاپی از دنیا میره اگر تغییر نکنه. در نتیجه اگه دیدید یه نفر یه جا داره کار میکنه، برنامه‌نویسه، و در کنارش یه شغل دیگه ای داره، یه زمان اضافه‌ای روی یه چیزی میذاره، رو پادکستی میذاره، نمیدونم رو استارتاپی میذاره، این یه چیز نرماله، چون هیچکی دوست نداره واسه کسی دیگه کار کنه. همه دوست دارن آرزوهای خودشونو بسازن. من نمیگم ما خداییم، ولی ما قدرت خلق کردن یه چیز جدید کامپیوتری داریم. از شما وام میگیرم، گفتی خلق کردنه، ما قدرت خلق کردن یه چیز دیگه داریم. حالا فکر کن، مثال خیلی هم بی ربطه ولی میگم، فکر کن خدایی، یه خدای بزرگتری هست به تو میگه اینا رو بساز. خب خودت دلت نمیخواد بری یه چیز خودت بسازی، چون خلاقیتت داری از بین میبری دیگه. حالا اگه دیدید یه نفری برنامه نویسه و خارج از کارش داره کار دیگه ای میکنه، including me و خود من، این دلیلش این نیست که ما کارمون رو دوست نداریم. ما عاشقانه کارمون رو دوست داریم، ولی هر کسی دوست داره که پول بیشتری در بیاره و زندگی خودش رو بسازه و رئیس خودش باشه. اگر اینا رو دارید توی یه نفر میبینید، دلیلش ناراحتی نیست. ولی من دیدم آدمایی که توی برنامه نویسی گیر کردن، استارتاپی هم ندارن و دلیل اومدنشون فقط پول بوده و اکثرشون هم تو همون 1-2 سال اول خروج کردن، نموندن. چون توانه چیز کردن و اون هم استرس و اون هم فشار رو ندارن. درسته. آقا پیشنهاد کتاب، پادکست، فیلم چیزی داری در این مورد؟ کتاب که کتاب من نمیخونم، کتاب گوش میکنم. این موضوع اول. خیلی من اهل کتاب خوندن نیستم، نمیتونم فالو کنم، ولی کتاب زیاد گوش میکنم. کتابی که برای تکنیکال بخوام بگم، Data Intensive Applications، خیلی کتاب خوبیه. اگه میخواین گوش کنید حتما گوش کنید. من گوش کردم. تکنیکال، خیلی هم به هر کم میگم میشه کتاب تکنیکال گوش کنیم. ما گوش کردیم شد. خب با تمام دیاگراماش و فلان و بهمان و اینا. ولی من خودم سویچ کردم روی کتابای بیزینسی و دوست دارم کتابای کسایی بخونم که احساس میکنم زندگیشون رو ساختن. الکس هرمزی یه مهاجر ایرانی آمریکاییه که یه استارتاپ خیلی خفنی داره در رابطه با جیم و اینا. 2 تا کتاب داره، $100 million offer and $100 million lead. این 2 تا رو بخونی در مورد مارکتینگ کردن، کتابای خیلی خوبیه. فیلم، اینجا خب باید برم فیلمایی بگم که همه میدونن. 12 مرد خشمگین من ندیده بودم، تازگی دیدم، خیلی دوست داشتم، خیلی باحال بود. بعد عرض کنم شیندرز لیست، اونم اگه درست گفته باشم اسمشو، بعدم نیومد، خوب بود. سریالم یه دونه شروع کردیم با مهشید نگاه میکنیم، دیس ایز آس. هیچ ربطی به تکنیکال نداره، خیلی خانوادگی قدیمی هم هست. منتها ما مدلمون اینجوریه، ما صبر میکنیم سریال همه نگاه میکنن، آخرین سیزنش میاد درشو میبندن، تموم شد، ما میشینیم رگباری و همه رو یه جا نگاه میکنیم. آدمای صبوری نیستیم. ولی اینا سریال قشنگیه که ما الان داریم نگاه میکنیم. پادکست زیاد گوش میکنم. تو ایرانیا قطعا بی پلاس، دیپ پادکست، مورخ، این 3 تا پادکست ها حتما گوش کنید. خیلی پادکست های خوبی هن، بی نظیرن، حرف ندارن. بی پلاس که در مورد همه چی علی آقا حرف میزنه، ما هم خیلی استفاده میکنیم. دیپ پادکست هم باز در مورد همه چی حرف میزنه، فوکسش تاریخی باحاله و تاریخ رو حتما پیشنهاد میکنم دنبال بکنیم، مخصوصا تاریخ جنگ جهانی. اصلا دنیاتون عوض میشه، یه چیز دیگه ای میبینی که تا الان ندیده بودی. من تازم تو این دنیا، ولی هر روز که گوش میکنم اصلا یه چیزی میبینم که پشمام میریزه، ببخشید آخرش دیگه میگم. اصلا یه چیزایی میبینید توی دنیا تغییر کرده و تکرار شده که همونو عیناً توی الان میبینی و این خیلی مهمه. و اصلا تعریف دنیا برات عوض میشه وقتی جنگ جهانی رو گوش میکنی. اصلا تعریف دنیا برات عوض میشه، تعریف الانمون عوض میشه که چیا شده، کی چی کار کرده و اینا و چرا ما الان اینجاییم خودمون به عنوان ایرانی‌ها. مورخم خیلی پادکست باحالیه، من خیلی دوست داشتم. اونم در مورد همه چی حرف میزنه، کتاب میگه، چیز میکنه. تو خارجی ها هم دایری آف CEO خیلی پادکست خوبیه،
حتما گوش بکنید. پادکستش هم 2 ساعت است. جو روگن اگر دوست دارید، این دیگه اصلا پیشنهاد نداره، فکر نمی‌کنم کسی تا حالا جو روگن گوش نکرده باشه. یه نفرم هست اسمشو نمیدونم، ولی جدیدن با پاتریک بت دیوید مصاحبه داشت. خیلی اسم این بنده خدا سخته. اینم ایرانیه، پاتریک بت دیوید، بهش میگن PBD. اینو پیشنهاد میکنم نگاه کنی، خودش پادکست داره. یه بیزینسمن ایرانیه، 9 سالگی مهاجرت کرده آمریکا و مسیحی هستن. 9 سالگی مهاجرت میکنه آمریکا، الان یه شرکت بیلیون دلاری گردن کلفت داره. گردن کلوف و پرزنتره. با مارک تایسن مثلا مصاحبه داشته، با هر کی، با رئیسای مافیا نمیدونم مصاحبه داشته و یه آدم عجیبیه که من اگه واقعا یه روزی فرصت حرف زدن با ایشونو داشته باشم، یعنی یکی از بهترین روزهای زندگیمه. پاتریک بت دیوید، حتما سرچ کنید پیداش میکنید، پادکستاش هم گوش کنید. ادوایسای عالی میده که چند تا کتاب بستسلر داره. Next 5 Moves یکی از کتاباشه. یه دونه کتاب جدیدن نوشته Choose Your Enemies Wisely. خیلی کتاب باحالیه، خیلی باحاله، اصلا آدم عجیبیه. و من اینا که ایرانیان میبینم مثل الکس هرمزی یا مثل ایشون کیف میکنم که میبینم اینا یه همچین جایی هن، چون اینا مهاجرن، اینا یا یه بخش خیلی باحالن و واقعا آدمای موفقی هن. واقعا آدمای موفقی. اینا رو گوش مهاجرت هم واقعیتش رو بگم قدرت عجیبی داره. یعنی کسی که میبینیم که خیلی آدمای موفق میشن. توی هلند ما یه دونه کمپانی داریم، یعنی یه شخص ایرانی هست، فکر کنم علی نیکنام اگه اشتباه نکنم اسمش رو. ایشون 3 تا کمپانی داره با 200 تا کارمند، هر 3 تاشون یونیکورن شدن، یعنی درآمدشون میلیون دلاری شده. کمپانیاش انقدر بزرگ شدن و جالب اینه که یه بار با یکی از همکارام صحبت میکردم، ایشون به عنوان یه داچ معرفیش میکرد. بعد میگفت که I heard the podcast from a Dutch billionaire, his name is Ali Niknam. و منم گفتم مگه شما توی داچ اسم علی دارید؟ نمیدونستم. خیلی باحال بود. ببین شما وقتی مثلا الکس هرمزی رو گوش میکنی، الکس هرمزی باباش البته ایرانیه مثل که و حرفش ایرانیه، ولی پاتریک بت دیوید اصلا کامل ایرانیه. 9 سالگی میره. یا مثلا سی او اینتویت، جایی که من کار میکنم، ساسان گودرزی ایرانی، حالا اون پادکست نداره، ولی ببین کیف میکنی این آدما رو میبینی. من خیلی به بردر و اینا اهمیت نمیدم، اصلا ضد بردرم، من اصلا بدم میاد از مرزایی که تو دنیا هست. اما وقتی با این آدما رو میبینی، یه نفر از یه کالچری مثل تو اومده، از یه جایی مثل تو اومده، از زیر صفر شروع کرده و الان یه جای خیلی بالایی، انگیزه عجیبی بهت میده. و قشنگتر از اون اینه که باهات شیر میکنن. ببین تو وقتی با این آدما حرف میزنی، مثلا پاتریک بت دیوید رو میبینی، هر بار آقا اسمو عوض کن، خیلی سخته، حرفاشون رو میشنوی میگی وای این آدم چقدر پره، چقدر چیز میشه از این یاد گرفت. بعد به انگیزه میده. میدونی این اون مسیری که تو رفته و به جایی رسیده که تو میخوای برسی، بعد نگاه میکنی کیف میکنی. پیشنهاد میکنم حتما اینا رو نگاه بکنین، خیلی خوبه. خیلی عالی. آقا دمت گرم، خیلی لذت بردم، واقعا اپیزود فوق‌العاده‌ای بود و به عنوان اولین اپیزود دیگه فکر کنم ترکوند و دمت گرم. حالا اگر قسمت شد در آینده در رابطه با یه تاپیک مشخص و افتخار بدی، قطعا دوباره در خدمتت خواهیم بود و بریم ببینیم داستان چی دیگه میشه. اتاق بغلی دیگه دورا دور. آره چرا که نه، حتما. مرسی. ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، دورا دورم سابسکرایب کنید حتما. لینک و همه چیزایی که هست رو توی دیسکریپشن میذارم، هم دورا قربونت لطف داری، هم دورادور رو میذارم، هم مواردی که مصطفی اشاره کرد و به درد همه میخوره. خدا مرسی. کردی چی میشه؟ خدا تن لگل. خدا تندگال لگل. خدا حافظ. خدا چی؟ خدا حافظ. چرا به انگلیسی نزدیکه؟ خدا ایز لیگال، خدا قانونیه، خدا حافظ. شوخی میکنم. قربونت آقا، مرسی، ممنونم، شبت بخیر، خدا نگهدار. خدا غمگین با رون
ناکی لەوێ هەتا چاو لە یەک نانێ